سلام علیکم و رحمت الله. خوب بیننده عزیز گرامی دقت دید. برنامه انشاءالله که شروع می شود. تو اینکه در رفت برنامه مشکل و خلل در رفت برنامه نباشد، همون خاطر دقت دید. تو فعلا در یوتیوب هست، در فیسبوک نرفته است. امیدوارم که انشاءالله در فیسبوک هم می رود. دقت دید. تو بله در فیسبوک تو نرفته است. بله اکنون در فیسبوک هم هست. خوب دقت تو مشکل در یگان صدا یا صورت یا اینکه هر شکلی که در عموم برنامه های ما برگزار میگردن مشکلی در آن نباشد، تو اینکه انشاءالله برنامه رو شروع کنیم. خوب الحمدلله. بله در گذاشتن لایک ها انتشار برنامه همون چیزی که امکانی نشر برنامه داره انشاءالله که سهم خودتان بگذارید تا اینکه افراد ناآگاه دیگری از ما و شما انشاءالله که بفهمند و وارد شوند و برنامه را ببینند. خوب بله بله احمد گرامی، هر چی که میبینید خوب دیگر معلوم است. امیدواریم که انشاءالله در نشر برنامه و در آن چیزی که برای دیگران رسیدن و رسانندن یکی از مهمات مبارزه هست و باید حتما هر یک کدوم ما و شما موظف هستیم تا اینکه کاری که برای مبارزه هست با یک رغبت تمام انجام دهیم انشاءالله. خوب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، امروز برنامه منبر مهاجر چنانه که همه شما از این برنامه مقرری است که روزهای چهارشنبه و روزهای یکشنبه منتشر می‌گردد و امروز هم یکی از روزهای مقرری برنامه منبر مهاجر است و الحمدلله که شماره 421 آن با همه مشکلات و با همه آن چیزی که در آن روبرو گشتیم و بودیم و داشتیم و داریم الحمدلله که با روزهای معین شده الحمدلله در خدمت شما قرار میگیریم و این هم لطف و مرحمت الهی است که خداوند ما را در خدمت شما قرار داده است و این خدمت برای ما شرف است و امیدوارم که الله برای هر یک عمل کرده که انجام میدهیم برای رضایت او خداوند ما را و آن چیزی که ما نیاز داریم از رحمت اوست الله ما را بی نصیب نخواهد گرداند. خداوند ما را
به روزگاری نیک و خوب و خوش برساند. و عنوان برنامه که گذاشتیم و البته همه شما از اعلان این برنامه آگاهی داشتید، یعنی ملت نباید دیگر به رحمانوف عادت کند. ممکن است بعضی از ما و شما در ذهنش چیزی بیاید که خوب دیگر آخر میدونیم ما این گپی که خودت گفته است یگان گپی نوستی نیست، یگان گپی نو نیست، ما باید به رحمانوف دیگر عادت نکنیم. در مظهر و در ظاهر یا اینکه در همین خود کلمه عادت ضمیرهای مستتر و پنهان و آن چیزی که هر یک بیننده و شنونده و ملت و مردم را و عادت یک چیزی را میگن که من دیگر به همین کار عادت کردم. چرا تو با دست چپت می نویسی؟ من با همین دست چپ نوشتن عادت کردم. چرا تو مثلا هر مسئله ای که شما خودتون، یعنی که دیگر زیاد مثال نیارم، یعنی برای چی شما همین شکل هست، من عادت کردم به این. بله این یک مسئله است که همه میداند اینه که عادت کردن به چیزی مشکل است که اون چیزی که انسان به هر مسئله عادت میکند دیگر اون از یعنی قاموس زندگیش خارج کردن خیلی مشکل است. برای اینکه عادت یعنی که ترک عادت یعنی موجب مرض یا بیماری می شود. یک انسان به یک مسئله خوب عادت میکند، اگر همون مسئله خوبی که هست عادت دارد همون نکند، یعنی که خودش بد حس میکند. یک انسان 5 وقت نماز عادت کرده است و مسلمان است، اگر یک نمازش دیر شود یا قضا کند، بعضی برادرایی که خداوند اجر و برکتشان تیاد میخواهند که همیشه نماز رو 5 وقت در مسجد ادا کنند، وقتی یک نماز دیر میکنه فکر میکنه چیزیش گم کرده است. چرا؟ چون میخواهد که یعنی که نمازش در مسجد بخواند. وقتی در مسجد نمازش نمیخواند این عادت براش یعنی که مشکل است که یعنی یک اجر و پاداش 20 و چند درجه ها را ترک کند به نمازی که در خانه تنها میگذارش. یک برادر دیگر روزه میگیرد دوشنبه و پنجشنبه، یک برادر دیگر یا خواهر دیگر روزهای ایام 20 13 14 15 روزه میگیرد. یا اینکه همین شکل عادت های خوب و عادت های بد، یا آدم نوس میکشد، یا آدم سیگارت میکشد، یا آدم نعوذ بالله یعنی که شراب منوشد، مدمن شراب است، یا یک آدم دیگر یک کاری بد میکند. رحمانوف مثلا قاتل است، همیشه باید قتل کند، بکشد. اگر قتلش ترک کند یعنی که نمیتونه، چون اون با خون آغشته است، همیشه میخواهد که زندان کند، قتل کند، صدای مظلوم را برآورد. چرا؟ چون که این عادتش هست. یعنی که گربت و مگیلا اسپراوید میگن، گفتی گپا همون یعنی آدم کجله را، حتی همون قبرم بگاه منظور با زبان عربی بعضی است که یعنی که هر چیزی که کجله هست حتی قبرم یعنی اون اصلاح نمیکنه. چرا؟ چون که به همون شکلی که بود به همون شکل از دنیا میگذرد. یعنی من عاش فی شیء مات فیه، هر شخصی که در هر حالت زندگانی کرد در همون حالت از دنیا میرود. و پس عادت یک مسئله است که عمومی هست، میتواند در مسائل خوبی یا در مسائل و آن چیزایی که بد است در اون برای هر یک انسان باشد. که این یک مسئله فطری هست که البته از آغاز فطرت در انسان نیست، ولی اون با دیدن و با عمل کردن در داخل انسان جا میگیرد. اگرچند که اون فطری نیست، از آغاز از اول برای ما این عادت داده نشده است، چون که مثلا خوردن فطرت عمومی است که در ما هست، رحم، عطوفت، همه این چیزایی که هستند یعنی که یک چیز فطری هست. خواهش انسان به شهوت، خواهش مرد به شهوت، خواهش زن، یک مسائلی که فطری هستند. یعنی هر یک انسان از ازل در غریزه یا اینکه در داخل اون انسان وجود دارد، یا اینکه مثلا هر مسئله که هست اون فطری میتواند باشد در داخل یعنی انسان. ولی بعضی از مسائلی هست که انسان با اون عادت میکند، خودش توسط دیدن، توسط رفیقش انجام دادن، توسط خدمت جامعه بودن، همین چیز سبب میکرده که همون انسان با همون عادت ها خودش مشغول میکنه. یعنی دیگر با همون خودش یعنی که بدون اون احساس نمیتواند کرده. یک مرد با یک زن عادت میکند، یک زن با یک مرد عادت میکند. یعنی عادت دیگر میخواهد که همیشه باشد با اون،
یا که همین شکل، اینا عادت میگن. ولی اون چیزی که در داخل انسان غریزه ها هست اونها فطری هستند و عادت هیچ وقت نمیتوند که، یعنی که بعضی کارهای هستند که مثل عادت هستند. سه وقت را خوردن، غریزه شهوانی، مثلا عطوفت، رحمت، ظلم، حتی بعضی چیزا یعنی که در ازل انسان یعنی وجود دارد، ولی بعضی چیزا هست که به انسان یعنی در طول حیاتش توسط دیدن، توسط شنیدن اون به انسان عادت می شود که همین کار انجام بده. پس برای ما و شما این مسئله را باید هر یک کدامون وقتی که ما در مبارزه قرار داریم در مقابل یک رژیمی که واقعا هم خانمانسوز، دودمانسوز و ملت و مردم در یک بدترین وضعیت آورده است قرار داده است، این حالت خیلی یک حالتی که انسان نمیتواند دیگر در اون فکر نداشته باشد. چرا؟ چون که اون مسئله یعنی که برای انسان یک چیزی هست که میبیند و همیشه اونا مشاهده میکنه. وقتی که انسان در حالتهای عمومی بعضی از ظلم هایی که بالاش می شود یعنی که اون ظلم عادت میکند، بعد روسو یک واژه دارند با نام مزاخیست، یا اینکه بعضی از حالتهای هست که دیگر در داشت بودن همون عادت یعنی انسان همچون یک چیزی عادی براش می شود. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در مورد شکنجه اهل جهنم یعنی که کلما نضجت بدلناهم جلودا آخر، هر وقتی که همین احساسی که در بدن انسان وجود دارد گوشت انسان عذاب احساس نمیکنه. اینا خوب دقت کنید، یعنی گوشت انسان عذاب یگان خیلی احساس ندارد، ممکن گرم می شود. چیزی که عذاب یا اینکه یگان سوزن میدروید، یگان آزار میبیند دست انسان یا که پا یا هر اعضای بدن، انا همون پوست است که یعنی که عذاب احساس میکند و درد احساس میکند در بدن انسان، اون پوست است. وقتی که پوست در جهنم میریزد، وقتی که به گوشت آتش میرسد دیگر تأثیر درد از بین میرود. خوب دقت کنید، حتی الله در مسئله تعذیب اهل جهنم یعنی به این مسئله اشاره کرده است که این دلالت بر عادت میکند. یعنی وقتی که آتش به پوست انسان میزند یا اینکه یک هر چیزی که به پوست آدم یعنی که تاثیر دارد، اون سببی چی می شود؟ سببی دردی بدن میکند، یعنی که چه عضوی به درد آورد دو روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، یعنی یک عضو آدم درد کند همه اعضای بدن درد میکند. این مسئله معین در کشیدن رنج. ولی در مسئله عذاب احساس کردن همون رنج همون پوست است که احساس میکند. و همون خاطر الله برای اهل جهنم میگه که هر وقتی که یعنی که پوست اونها ریخت به خاطری که دیگه در گوشت عذاب تأثیری کمتر داره، باز پوست عوض میکنه به خاطری که باز هم همون علم همون درد احساس کنه. انا ایره برای عادت است تا اینکه شما فهمه شما در عادت احساسش کنید. چرا؟ چون وقتی که انسان در پوستی بدن عذاب که تأثیر کرد، دیگر پوست که ریخت دیگر عذاب بدن احساس نمیکند به مانندی که در پوست اول احساس میکرد، به خاطر که باز هم درد و عذاب همون اهل جهنم بیشتر باشد. وقتی پوست ریخت خداوند با پوست دیگر در بالای همون گوشت میکشد تا اینکه بازم دوباره همون عذاب احساس کند. انا اکنون مردم و ملت ما دیگر در حالت قرار دارند که همون پوستی که در بدن انسان بود عذاب تاثیر میرساند براش و وقتی که یعنی که هر وقتی که ضربه یا که یگان ظلم یگان چیز میشید مردم آزاده دیگر مشکل بود براشون، طاقت نداشتند. چرا؟ چون که در پوست رسیدگی بود. ولی وقتی که همین عذاب رحمانوف در مدت 35 سال پوست های این ملت ریخته شده است و جای تنها گوشت مانده است که دیگر عذاب احساس نمیکند. خوب دقت کنید که این آیات قرآنی به ما چی چیز می آموزد. البته من زیاد یعنی که در این برنامه آمادگی منظور به خاطر اینکه استدلال های بیشتر، ولی اون چیزی که در مورد عادت هست همینه براتون
خاطر رسان میکنم تا اینکه ما عادتی که داریم اگر تا ترکش نکردیم ما پیروز نخواهیم شد. پس برنامه ما برنامه فکری است، برنامه که یک انسان عاقل به فکر کردن وادار کند. یعنی فکر رحمانوف هر چقدر که از این ملت است افراد عادی کار ندارد ولی افراد متفکر کار دارد. برای چی؟ برای که فکری آزادی نداشته باشید، فکر نداشته باشید که این جنایت هایی که رحمانوف انجام میدهد این جنایت ها یعنی که باید به یک شکل توقف کننده شود و دیگر این ملت در مقابل رحمانوف به شکل نباید همچون برده غلام، نباید همچون یک یعنی که شخص قرار بگیرد که اون چی باشد، یعنی در حالت مثلا غلامیت قرار داشته باشد. به این خاطر باید هر یک قدم ما و شما بفهمیم که وضعیت و حالتی که ما و شما در این یعنی که روزگاران داریم آن چی است؟ آن یعنی عادت است. پس همون عادتی که ما و شما با بدن رحمانوف، با بدن رستم، با به برقی، با ابلوی بهار و تابستان یعنی که تیر ماه، با اینکه ما را برق نمیتید یا اینکه ما را کار نمیتید یا اینکه برای ما گرانی است یا اینکه مردم مصوی یا اینکه انبوه مردم شهروندان کشور از کشور خارج میشوند و خارج برآمدن، همه اینها برای این ملت و برای این مردم شدن چی؟ شدن یک عادت. و اگر این ملت و این مردم عادتی که دارند ترکش نکنند پس یعنی که زندگی ما هیچ وقت تغییر نخواهد خورد و به همین که فرزندی من ترا ماهی یعنی که مرد شروع شده تا ماهی می باید بقپن بازوری عسکریش برن و از نویبر اکتبر تا دکبر باید بازداشت شود، باید که بگیرن برنش یعنی که عسکری از ما باید پول بکنن، بچه پدر و مادر باید که به خاطر نجات فرزندش پول بکواد تا اینکه چیکار کند، تا اینکه فرزندش از چنگال رحمانوف نجات بتیه. یعنی اینها چیزهای هستند که عادتهایی که این ملت و این مردم تا امروز در مقابل همه آن عملکردهایی که رحمانوف، همه آن عملکردهای خشنی که رحمانوف برای در مقابل ما و شما دارد طاقت کند، یعنی باید همون عادت کند. یک طاقت است، یعنی هر ظلمی که متحملش میشه یعنی که تو طاقتش میکنی. مثلا بچت هم میبره کنتوزی میکنه، برق نمیتیه، کورد نمیتیه، گرانی است، یعنی که آزاد نیستی در مسجد ها نماز بخونی، یعنی زن تا برای حجابش کار داره، تو را برای ریشت کار داره، تو را نمیموند آزادانه سخن بگوی، آزادانه گپ زنی، تو را نمیموند حتی چی چیزا در یوتیوب تماشا کنی یا اینکه بخونی و ببینی. یعنی برای چی؟ به خاطر که مبادا تو آگاه نشی. گفته ترا حتی در عمل کرده که یک شهروند آزاد است هر کاری که میخواد اون اگر یعنی که جنایت نباشد انجام بده. آیا دیدن یگان برنامه آیا جنایت است؟ نه، جنایت نیست. پس برای چی این کار رحمانوف انجام میده؟ به خاطر که مبادا تو فکرت منفتح و کشاده نشود و در مقابل این رژیم کارهای انجام بده که اون کارها از سبب گردد که رحمانوف از قدرت رود. و همون خاطر است که رحمانوف همیشه و همیشه چیکار میکند؟ وظیفه و کارش در مقابل ما و شما هست تا اینکه ما دیگر با این ظلم پرمیله شدیم. به آدم وقتی هوت میگوی چشمش میجه خبره چی برای اول ضربه را نخورده است، ضربه را نخورده است در چشمش میپوشه یا اینکه احساس میکنه که باید بزنم خودش از یعنی که همون ضربه توسط چشم پوشیدن یعنی که میخواهد که همون ضربه را نبینه. ولی وقتی که تو 10-15 مشت به اون میزنی دیگه او چشمش رو شهوی میکنه. برای چی؟ برای همون چیزی که میترسید دیدش، یعنی که همون چیزی که میترسید که ضربه میزنش همون ضربه را دید، همون ضربه را تحمل کرد، همون ضربه را طاقت کرد و در این حالت چیکار میکنه؟ یعنی دیگه براش یعنی که عادی میشود. اگر این ضربه و این مشت ها با سالها ادامه پیدا کنن دیگه برای او هیچ یگان نمودخیل حتی احساسی یگان درد هم نمیکنه. برای چی؟ برای همون جایی که ضربه زدگی اگر نشکسته باشه استخوان و تا اینکه یگان مشکلات دیگه این طریق ضربه‌ای که زده میشود هر روز چون متحمل شده است دیگه پرمیله شده است. یعنی میله وقتی که انسان چشمک پیله میزنه یعنی که پینکی چشم، وقتی که انسان پرمیله یعنی که دیگر
یعنی که هیچ احساس تحملی که همون یک انسان عادی درد تحمل میکنه، ضربه را تحمل میکنه، در دوره های اول براش مشکل است، ولی دیگر در عموم این چی میشود؟ براش یک چیز عادی میشود. اما ملت و مردم ما در ظلم رحمانوف تا این روزگاران عادت کرده است و این عادت سبب است که ما و شما را هیچ وقت به پیروز شدن کمک نمیکنه. ممکن است بپرسید که آخر خیلی دیگر پرمیله شدیم، زیاد زدن، زیاد ظلمون کردن، زیاد ستمون کردن، زیاد یعنی که همین کارا رو برای ما انجام دادن، دیگه که ملت یعنی که پرمیله شده است، دیگر این ملت طاقت یعنی که عادت کرده است به همین ظلم رحمانوف، به همین زندان کردن هاش، به همین مصیبت هایی که بالای مردم آوردن. دیگر چیکار کنیم؟ پس وظیفه ما و شما چی است؟ روانکاوی. روانکاوی چی است؟ یعنی در علم روانشناسی وقتی که انسان، روان انسانه، وقتی روح انسانه، وقتی اون چیزی که در داخل انسان هست و همونه باید بیدار کردن در کاره تا اینکه خودش همچون انسان احساس کنه. وقتی که بعضی آدما مثلا چون ما علم روانشناسی خواندیم، روانشناسی یک علمی است که روان انسان میکاود تا اینکه هر مشکلاتی که دارد، مثلا از همون مشکلات انسان پسیخولوژیا، یعنی همین علم پسیخولوژیا یا روانشناسی علمی است که انسان از همون دیپرسیون های بدگی بیرون میبره. مثلا فلان خلاص وضعیت من فلان است، با راه های روان درمانی یعنی روان انسان درمان میکنه. وقتی روان انسان، عالم روان پزشک وقتی روان انسان درمان کرد، پس وقتی که روان و فکر و اراده که انسان دارد اون وقتی که تبابت یافت، پس انسان می شود یک انسان سالم. از حالتها و عادتهای بدی که در اون انسان بود، اون دیگر از اون حالتها بیرون می باید. و همون خاطر باید ما و شما روانی ملت به شکل تبابت کنیم تا اینکه روان این ملت تبابت بیابد. وقتی که روان این ملت تبابت یافت، پس چی می شود؟ وضعیت یعنی که کاملا تغییر میکند و امکان ندارد که وقتی روان انسان تغییر کرد یعنی که اون آرام باشد. و یک مسئله دیگر هیچ وقت باید فراموش نکنیم که این در تربیت خانواده ما و شما یعنی که باید وجود داشته باشد برای پدر و مادر، یعنی که خیلی مهم است برای روان فرزند یا کودکشون تبابت کردن. البته روان کودک حالا یک مسئله است که اون خرد است و دیگر در قضیه بسیاری از یعنی مسئله ها آگاهی بیشتر ندارد. تنها یعنی که اون چیزی که پدر و مادرش یا محیطش انجام میتید همون انجام میتید. پدرش دادزن باشه، فرزندش دادزن میآید. اگر مادر افچرکه نیمسی وره بجکه، دخترش هم رنگ مادرش رنگ افچرکه وره میجکه. اگر خوب دیگر معلوم است یک چیزی نیست که هر روز همین جامعه ما هست همین چیز رنج میبرد، یا اینکه معلوم است بعضی اویلایی که پدر مادر سالم نه دادزنی نه جنگ و جنجال است، پسیخیک یا روان کودک آرام است، یگان مشکلی در اون دیده نمیشه. اگر شما به شرطی که در نزد کودک یا اینکه یک نفری که بالای او تاثیر میتونید گذاشته، در نزد او همین بگوی ای دیوانه چخیلی، ای دیوانه چی گپه، ای دیوانه ای طری گپه، ای دیوانه 10 12 15 20 بار یا که چند روز مکررن تکرار کنی، همو آدم قبول میکنه به خودش که من دیوانه. فهمیدی؟ یعنی همین اگر یک انسان یک اینا فقط افرادی به عقل و افرادی واقعا احمق با فرزنداشون یا با اونانی که زیر تاثیرشون قرار دارن این کارا میکنن تا اینکه اونها خودشون به یک شکل دیوانه احساس میکنن. وقتی که به همون نفر آشکارا گفته دیوانه، یکی آدم میگه دیوانه و تری نکه، یک بار میگه دیگر نمیگه، اینه تو مکرر به همون آدم اگر دیوانه طریقه دیوانه و طریقه دیوانه طریقه، همون آدم خودش هم میگه من دیوانه هم که من دیوانه میگه. اگر در مقابلی این با یک نفر یا 2 نفر دیگه شنویده این آدم دیوانهش بگن، بعد 2-3 ماه همون آدم دیگر یعنی که با دیوانه بودن خودش اقرار میکنه، اگر چند هوشیار هم باشه
یعنی چی میگه؟ میگه من دیوانه بودستم که همه منو واقعا دیوانه میگن. انا ایره علمی روانشناسی میگن. انا رحمانوف همین ملت و توسط همین گپا گفتن، توسط مسئول اینفرماسیا، توسط صدا و سیما، توسط مقاماتش، توسط رادیو، یعنی که و توسط تلویزیون ها و شبکه هایی که دارد مردم اگیتاسیون برد که یعنی به همین شکل آورد ملت و مردم قرار داد که در یک بنبستی واقعا هم بده این ملت جای داد. انا این است که روان ملت فعلا یعنی که یک روان سالمی نیست، چون که هر یک مقاماتش امید رو پیشش اوچه فلان کنم، زن فلان کنم، مناسبت با ملت و با مردم به همین شکل مقامات رحمانوف هست که در بالاخره جامعه ما با یک جامعه خیلی یعنی که خشونت زا و خشونت آفر و دارای خشونت های خیلی وخیم دیگر قرار گرفت. پس فهمیده شد که روان انسان توسط بعضی از عملکردها می شود که یعنی از اون چیزی که پیش بود بیرونش برود. انا اکنون هدف ما همین است که ما دیگر نباید با بدن و داشتن رحمانوف عادت کنیم. رحمانوف هست نمیخواد برود، ما میخوایم تغییرش بدیم. چخیلی که قطعی از انک زندگی میکنی نمیفورد دیگه زندگی کنی قطعیش جدا شد جدا میشه میگوش ببرو بره، یا از انک نمیخواد شوهر زندگی کنه میگه نمیخوام قطعی زندگی کنم من طلاق بره تمام در کارت ندارم. این نه آزادی خلاصی میشه، خلاص میشه آدم. بعضی آدما فکر میکنن طلاق بد است، بله، ولی طلاق گاه آزادی است. بعضی زنی که نمیتوند با یک مرد خشین زندگی کنه توسط طلاق آزاد میشود دیگه، هیچ کسی نیست که او را ظلم کنه. یا یک مرد دیگه نمیخواد با یک زن زندگی کنه، در طلاق آزادی است برای اون دیگر، یگان که از دودش نمیزنه، جنگ نمیکنه، دیگر مشکل نداره، دیگر تحقیرش نمیکنه زن او مرده، یا که برعکس. پس نگاه کنی یعنی همون چیزی که عادت داشتی با همون بعضی زنها با مردهایی که واقعا خشونت و فرن و فلان مشکل دارن، اگه خیر دیگه 4 فرزند دارم من دیگه اگه زندگی میکنم هیچ مشکلی وجود نداره گفته. واقعا بعضی از حالتهای هست که انسان همیشه باید خودش او را یعنی که درست کنه. پس هیچ کس در حیات ما و تو تغییرات وارد کردن نمیتونه اگر ما و تو خودمون نخواهیم اون تغییرات وارد کنیم. تغییراتی که باید ما وارد کنیم در حیات خودمون، یعنی ما خودمون باید در حیات خودمون تغییرات وارد کنیم. وارد کردن تغییرات چگونه است؟ وارد کردن تغییرات توسط یعنی که عمل کردیم ما و تو می شود. عمل کردیم ما باید نسبت به هر عملی که هست باید پیش بینی و آینده نگری داشته باشیم تا اینکه انجامش بدیم. پس این ملت باید بفهمد که چخیلی که یعنی که در ازدواج طلاق گاه ها مثلا سبب نجات عائله ها می شود و گاه ها سبب مثلا فرزند ضرر می بینه. درست یعنی برای که پدر و مادر اون همین 2 نفر هستند، این که اخلاق اونها به یکدیگر درست نگرفتن یعنی که اون یعنی که آسیب میبینه، چون در تربیت پدرش میمونه، در تربیت مادرش میمونه، در اونجا مردی بگونه میاد در جای پدرش، یا که در خط پدرش باشه از زنی بگونه میآید. سبب چی میشود؟ سبب یعنی که با یک وضعیت های نه اون چیزی که مادری اساسی خودش باشد برای او فرزند است. اگر پدرش زن گرفت نه اون پدر اساسی که پدر خودش است با این زنش باشه مادرش باشه، اگر یعنی که پیاندرش یعنی که برای او میتوند باشد. پس برای فرزند در حالتهای طلاق جدایی یعنی که مشکلات وجود دارد، اما خود همون افراد یعنی که همون مرد و همون زن با همون چیزی که خودشون میخواهند زندگانی میکنن، یعنی که نه به خاطر فرزندشون زندگی میکنن. چرا؟ میگه من به خاطر فرزندم نمیخوام که زندگی من کشمر باشد. هم مرد میگه هم زن میگه، ولی فرزند عذاب میکشد. ولی اگر به شرطی که پدر و مادری خوب باشند، حتی در زن دیگری پدرش گرفتن و در شوهر کردن دیگری مادرش هم میتونند که چی زندگانی خوب داشته باشند در عائله هایی که واقعا در این روزها عمر با سر میبرند. اگر
یعنی که همون پدر یا همون مادری که فرزند همراهش است با آمدن شوهر دیگری زن یا با آمدن دیگری مرد بتواند که فرزندها عادی زندگانی داشته باشند، در حالتی که اگر خودشان بخواهند. انا که امروز ما و شما یعنی که رحمانوف بدنش برای ما ضرر دارد. رحمانوف بروه آیا برای یگان فرزندی بدگی ما و تو ضرر است؟ نه فایده است. اگر رحمانوف بروه آیا برای دینداران ما ضرر است؟ نه فایده است. اگر رحمانوف بروه آیا در برق ما که امروز نداریم ضرر است؟ نه فایده است. دیگه با خارج نمیفروشیم، با مردم میروه. اگر رحمانوف بروه آیا ابله و جنگ یعنی که عسکریه که برده سن آیا همی از بین میرود و فرزندای ما دیگه آزاد زندگی میکنن؟ بله. اگر رحمانوف رفت، حکومت آینده آمد، دیگر ابله و تیرماه و تابستان و هر سال میلیاردها سومانی از کیسه مردم کشیده گرفته نمیشود. آها، پس ما فهمیدیم که اگر رحمانوف میرفت است در ساحه دینداری ما دیگر مشکل نیست، مردم مجبوری تیره تماشا نک، تیره تماشا کو، تیره طریق پو دیگه از بین میرود، چون که حکومت میگه که انتخابی از مردم است و دیگر مشکلات در دین ما نبوده است. آها، اگر رحمانوف رفت آیا ابله در مشکل می شود؟ نه، اگر رحمانوف رفت دیگر ابله نمی شود. آها، اگر رحمانوف بروه پس برق ما همیشگی می شود؟ بله، برق ما همیشگی می شود، چون که یعنی که اون چیزی که به خارج کشور می فروشد دیگر به خارج کشور فروخته نمی شود. آها، اگر رحمانوف رفت تاجرای ما نفس آزاد میکشند؟ بله، در خوجند در منطقه هایی که شمال کشور مثلا دیده ایستادیم که فراز حتی مناپولیای برنج گرفته است. اگه منولی مناپولیای پراوا و مناپولیای مثلا دازوال و یعنی که تمامی ساحه تاجرستان در دست فرازای، یعنی که پولنی همینا از بین برداشته می شوند و باج دولتی کرده می شود و دیگر هیچ مشکلی نیست. اگر رحمانوف بروه سچوچکایی که در خانه چسباندگیان، یعنی که رستم پول جمع کرده است از مردم گرفته است، دیگه همه ای بین می رود. بله، 100% ای بین می رود، دیگر یگان مشکلی در این نیست. اگر رحمانوف بروه آیا اونا یک چیزی که در ماشینا میکنن که فراموشش میکنن، فقط نامی امورا یعنی که چیش میگن بنایسی کدومیت که هستی در تاجیکستان، همون برای ماشینا هر سال یعنی که میتین تا اینکه چند صد سومی، 1000 سوم، 2000، 3000، 5000 مردم میگیرن، یعنی که همونا باید فراز میگیره، همون باید که داده شود. آیا همون از بین برداشته میشود؟ بله، از بین برداشته میشود. یعنی تمام مشکلات صحویه که امروز در کشور وجود دارد با نبودن رحمانوف، یعنی که همین ها از بین میروند و ملت آزادتر. وقتی که رحمان رو بروه آیا شهروند تاجیکستان در خارج کشور عمل میکند و زندگی میکند و کار میکند، یعنی که اون تخصماتر نه، اون یک چیزی دیگه است، یعنی که نمیدونم страховка و تخصماتر نه، اینو در حکومت آینده هم بیاد تخصماتر در ماشین میشود، تون که ماشینای وایرونه مردم نزنه نکشن. страховка معینه که بیمه، وقتی که страховка که میکنی ماشین تا دزدیدن ماشینت زد تر страховی کمپانی پولت میتیه. یک چیزی یعنی عجایب داره، نو برآمدگی 2 سال 3 سال شدگی هم چیز برآمدگی ای پیش تمام وجود نداشت. یعنی عجایب داره بروسی همون، یعنی که باید از بین برده شود، چون که این تمام در یگان دولت دنیا وجود نداره، این چیز غیر تاجیکستان، یعنی این چیز باید که برداشته شود. ولی پس فهمیده شد که طلاقی که میگیم ما میان زن شوهر میغلطه، یعنی اون کاملا اوتیلیزاسیا. ولی اوتیلیزاسیا یعنی اوتیلیزاسیا باید از بین بره. اگر ماشین ما نیاز به اوتیلیزاسیا نداره، این حیله خود اویله رحمانوف است برای اینکه شمسلا قطعی عزیز ما یعنی که فایده کنن، شرکت فراز باید فایده کنه، و اون خاطر یعنی که اوتیلیزاسیا باید از بین برداشته شود. این یگان دولت نیست، این یگان دولتی با عقل، دولتی یعنی که دموکراتی آزاد یا اینکه حقوقی هیچ نداره. لیسنزیا هست، یگان چیز مشکل در لیسنزیا نیست، فقط اوتیلیزاسیا. لیسنزیا مثلا همون چیزی معین دولت اپلش میتیه، لیسنزیا میگه تاکسی ببینن، اما آدم تاکسی کار کردن میتونه، همین آدم همین سفره سودا کار کردن میتونه، همورا میتیت، ولی در وزارت ها نظارت مونده میشه تا اینکه کروپسیا پرگیری از بین بره. یعنی که این مسئله چی مشکلی نداره، مسئله گفتی با لیسنزیا.
مسئله страховка مشکل ندارم، مسئله دیگری که گفته، ولی утилизация نیست. یگان یک چیز دروغ است به خاطر پول کار کردن است. با همون خاطر اون چیزی که نسبت عائله هست کاملا فرق کننده از اون چیزی که ما در دولت داریم. اون پدر و مادر زندگی دارن، فرزند خطی پدر و مادرش زندگی دارن، ولی دولت ما و شما باید حامی همین، یعنی که چی باشه، مردمش باشه. حامی همون مردمش باشه، حامی همون مردم خودش. همین مسئله باید باشه. اما بدن رحمانوف برق نداری، بچه تا بازوری، یعنی که مشکلات کرده ایسن، ابلهش گرفته ایسن، اوتیلیزاسیا پول میتی، یعنی که گرانی هست، کار نداره، یعنی که مشکلات دینی داری، مشکلات آب داری، به آبی آباد در کرانای آباد خونت کوفی ریخته است، در پیرون خونت پارکوفکا نداری، این دومایی که روز کرده استن مشکلات دارن همشه. یعنی که حکومت آینده باید معین کنه که پارکوفکای معین برای او خانه ها یعنی که درست کنن تا اینکه مسئله مشکلات پارکوفکا حل شود، یا اینکه چندین دوم هایی که مشکل هستن مشکل دارن اونها با پارکوفکا عوض میشوند تا اینکه ماشینا در اونجا گذاشته شوند تا مشکلات پارکوفکا ماشینا حل شود. یعنی همه همین کارا را باید که دولت بدون پول از مردم گرفتن، یعنی که کار کنه با مردم. برای یک خانه را دومساز ساختن 500,000 1 میلیون باید برای رستم امامعلی و با حکومت آینده نباید بتیه، یگان کپک نباید بتیه. اجازه در اون منطقه گیم پلان نگاه کردن در کار برای دومساز دومشه میسازه. اگر حکومت آینده بخواه که فایده بکنه میگه که همون دومساز 5 تا دوم برای 5 تا معلم تو، یعنی که معین که 5 معلم همین دومی تو به پول خانه میگیره. همون دومساز باید برای 5 معلم، یعنی معلمایی که استاژ کاری 10 ساله دارن باید بتینشون. خلاص التماس تو برای 5 تا کارمندی، یعنی مدرباتنیک یا اینکه ساحه تندرستی تو 5 تا خانه به پول میتی. او تو خانه بسیار ترکه خانه روز کردگی 10 تا خانه تو برای 10 تا دختر میتی. برای 10 تا معلم جوان مکتب و دانشگاه تمام کردن تو باید 10 تا خانه بسازی بتی. درست نگاه کن. مهم نیست که در مرکز شهر بدگی و شبوی هر منطقه های که اطراف شهر هستن باید جدا کرده شود تا اینکه معلمای جوان، دخترای جوان، کارمندای ارگان، یعنی که بعد می شود از حساب دولتی برای کارمندان ارگان یا که ملیسا یا امنیت دامهایی که مخصوص روز کرده شود، یا اینکه در مابین مردم زندگی کنند، مثلا برای امامای مسجد، برای دخترها، برای معلم ها، برای کارمندان اکادمی علوم، برای کارمندهای علمی. یعنی که همه اینها باید دولت در فکر اینها باشه، نه اینکه دولت در فکر یعنی که فقط همین هر چیزی که خودم برای کی جمعش کردن بونو معلومه برای شوی زناشونه. ولی باید این دولت آینده در قضیه حتما فکرش بکنه. وقتی ما عادتی که با رحمانوف داشتن کردگیم و داریم، انا همین عادتی بد مونه ما باید از بین بریم تا اینکه این عادتی بد، مثلا نوسکشی عادتی بد است ولی همون عادتی بد تا باید از بین بری. چخیل انا میره تو موفق پیروز شدی تو بدون که بازی رحمانوف هم پیروز میشه. سیگارت کشی ضرر داره، سیگارت میدونی ضرر داره، میدونی که لیاقت از بین میبره، ششتا پرابلم میکنه، هزارها پرابلم گرفتارت میکنه. پس همون سیگارت نکش، یعنی عادتی بد است. اما عادتی بد تا وقتی که ترک میکنی، انا همین رحمانوف با مانندی نوسکشی و سیگارت کشیه. انا همین عادتی بده اگر این ملت بخواه بس کنه، گیره، مواد مخدر، بانگ، سیگارت، نوس، انا همین رحمانوفه. انا همین عادتی بده است که باید این ملت ترکش کنه. و ترک عادت چی است؟ انا همون رحمانوف، یعنی که چیشه چینم داره همین عادتی بدش باید ترک کنه. عادتی بدش چی بوده است؟ عادتی بدش همین، یعنی که سیگارت، نوس، مواد مخدر، اینا میگیره، این کوکائین، همینا رو باید بس کنی. وقتی که بخوای بس کنی بعد از رحمانوف نجات بخوری. انا همین ملت باید که از همین وبای عصر، از همین پرابلم خودش باید خلاص کنه. خلاصی ما از همون عادتی بدمون انا همین رحمانوف است که به یک روزگاری نیک، به یک روزگاری خوش ما و شما در آینده نزدیک یعنی که برسیم. در غیر این حالت یعنی که ما را هیچ نیکبختی و هیچ یعنی که خوشحالی در آینده نزدیک هم انتظار نیست و انتظار نمیتواند هم باشد. پس ما و شما باید در این قضیه دقت جدی بودیم تا اینکه یعنی که هر چی که یعنی که این پرابلممون رو باید خلاص کنیم. پس
نوزکشت بفهم که یعنی که تو میزنی کیف میکنی نوزکش یا سیگارت کش، انا همه عادتی بده، انا همه عادتی که بر رحمونوف کردگیه، انا همیه، انا همون چاپلوسایی که هستن باید بدونن که این همه رحمونوف با مانند نوز، با مانند سیگارت، با مانند مواد مخدر، با مانند شیشه، چی نمیدونن همون یعنی که کریستالش میگن چی میگن، پروینه قطعی رستم میفروششون کوخی، یعنی که صفت فرما برآورده است. این امینو هستن، یعنی که عادت های بدی که آدم، مثلا بعضی آدم ها از بدن رحمونوف کیف میکنن، ظلم میکنن، مقام داروش پول کار کرده است که کیف داره، تو نه، ولی همون آدمی که خاطر رحمونوف کیف است، درست او یک گپ دروغ نه، دروغ نیست، 100% همون ظالمایی که خاطر رحمونوف هستن کیف کرده هستن، راحت دارن، یعنی که در بدن رحمونوف با بدن رحمونوف یعنی که راحت کرده هستن. پس ترک رحمونوف یعنی که به منفعت موت است، خیلی که تو مواد مخدر را ترک کنی، سیگارت را ترک کنی، نوش را ترک کنی، به بدن خودت فایده ای، تو برای خودت فایده کرده است. اگر چند ترک کردنش نمیفورد، اگر چنده که نمیفورد که نوسک ای ما یک کشنوس ای تمام دنیا به میدونم، انا значит فهم کنیم رحمونوف برای ترک کردنش هم تا مشکله، انا همین رحمونوف با نوز قیاس که، با سیگارت قیاس که، با مواد مخدر، با بانک، با همون چیزی که عادت کردگی بد هستن، انا همین رحمونوف، انا همون عادتی بدن. یعنی که خیلی که میگه که این فرزند من، میگه حسن حضرت نحسینی بچش، میگه انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. فرزند شای میگه تو در درون کشتی سور شو تا اینکه از آب نجات بیابی، میگه ما بالای کوه میبرم از آب نجات میابم، میگه او عملی او فرزندی صالح، او فرزندی تنس، میگه او اهلی تنس، میگه انه عمل غیر صالح. انا همین رحمونوف عملی غیر صالحه، انا همین رحمونوف عملی غیر صالحه، همین ملت کی گفته گپو کدام چوپون عملی غیر صالح کرد، یعنی که همین تولد شد و همون خاطر عمل غیر صالح همین ملت، یک چوپون این ملت برای این ملت با یک عملها، با یک کارهای یعنی مبدل گشت که یعنی که نهایتی نه اونقدر خوبه را، یعنی که دیگر این ملت با بودن رحمونوف انتظارند. پس این ملت باید خوب بدونن، پس این ملت خوب باید بفهمن، پس این ملت خوب باید درک کنن، پس این ملت از آن وضعیت و آن حالتهایی که هستند در یعنی که امور عمومی اساسی زندگیشون در قضیه ها باید چیکار کنن، یعنی باید که خوب درک کنن و خوب بفهمن تا اینکه وضعیت و حالت به همین تغییراتی که در وجود ما و تو میخوایم انجام بدیم، وقتی تو میخوای تغییر بدی خونت، بعضی وقت میخواهن شکافای کهنه را برام پرتوین، دیوانوی کهنه را برام پرتوین، مترسش کهنه دست پرتویش، قالینش کهنه دست میبرم پرتویش، دیوالش تجدید میکنه تو اینکه کهنه شده است، یعنی نمیخواد دیگه دیوالش کهنه باشه، ابوی خونش عوض میکنه. پس این ملت رحمونوف دیگر باید عوضش کردن، در کار عادت کردن با او نمیشه. من خودم یک عادت دارم، مثلا در یک جا میرم میشینم، در یک کابینت کاریم که کار میکنم، اگر از همون کابینت کاریم برم در یک جای دیگه بشینم، هر چی کوشش میکنم که در همون جا بنویسم، در همون جا کار کنم، نمیتونم نوشتن، نمیتاش خودم من با دیگه کار ندارم، همین کامپیوتر من بگیرم، مثلا میرم در اونجا سفر دارم، در گسنیسه میدارم، بهترین از جای کابینتی من مثلا که خوب تر است، 100% موندگی کامپیوتر میمونم کار کردن، نمیتونم کار کردن، هر چی کوشش میکنم میگم خیلی به یک کار دیگر میکنم، این کاری که من هم وقت میکردم نمیکنمش در همینجا، چرا؟ چون که میکنمش خوب نمیبرویه. که سه میکه را باید نوشتن در کار باشه که اوجه دیگه دیر شده است، از روزی 25 ماه باید مردم تا آخر ماه تماشاش کنن، بریم نمبرم باید او کار ما بکنم، این رو نمیگم. مثلا یا برنامه نامه ها را باید ما کار کنم، یا برنامه نامه الوحیده را باید تحقیقات کنم کار کنم، انیق نمیتونمش کار کرده. برای چی؟ برای که او برنامه نامه ها پگام که نرفت، پگه دیگه میره و کوخی مشکل نیست، یا چیزی یک کار دیگه. ولی در یک جایی که عادت ندارم برای 6 تا نوشتن، نمیتونم همون عادت کرده، اگر بکشنم نمیتونم کار کردن. باید من در همون جایی، همون سفره که کابینت خودم، همون جایی که من میدونم چه خیلی چیز موندگی، شکل حالتی 6 تنم با کدام شکل باید باشه، چگونه باید بشینم بنویسم، همون عادتم باید به همون شکلی که من خودم از همون کارم یعنی که میتونم راحت انجام داده
من به یک شکل شیشتن یک دستم قطعی نوشتن مثلا کار کردن انا همین شکل باید من همه عادتم قطعی باید کارم انجام بدیم. ولی اگر وقتی که در عادت عمومیه که مردم ابیچ نمیخوان کار کنن و منم برم کار کنم من نمیتونم کار کردن چون عادتی من می است. من میدونم که ترک عادتم یگون خیلی مشکل نیست یعنی یگون با من همین شکلی کار معقول است در نوشتنم پس من با همون خیلی میکنم. نه که اگر من بدونم که همین کاری که من میکنم در شکل نوشتنم در شکلی مثلا کار کردنم نه ایرا باید من تغییر بدیم و کار بیشتر میتونم انجام بدیم پس حتما باید تغییر بدیم شکل کار ما و اینکه در لبوی جبران ما کار کرده بتونم. یعنی من بعضی وقتا کوشش میکنم پیش از سفرم بعضی از کارام تمام کنم یک روز دو روز سه روز خوب نمیکنم کاری که 4 5 روز باید انجام شه همون کار 4 5 روزه را در همون کابینتم انجامش میدیم. بعد وقتی در سفر میرم مقاله را ماندن یا اینکه هیچ چیزش دیگه مشکل نداره چون که یا عادت عمومی که در هر حالت میتونیش کرده. ولی حالتی که نوشتن است باید در همون حالتی که من کاک نروید باید همون شکل کار کنم. اگر وقتی که من معقولم نیست نمیتونم کار کرده این یک چیزی است که یعنی که نمیدونم عادتی من در مدت همین سالی که کتاب ترجمه کردم بودم یعنی که به همون شکل های بده او شکل دیگر هم هر خیلی خودش داشت مثلا ولی اگر 6 7 روز 8 روز خدمت عادت بکنم با یک چنون میتونم کار کردم. مثلا یک جا میرم که 2 ماه میستم دیگه میدونم که راه نیست پس کوشش میکنم میشینم یگون فکر نکرده کار انجام میدم در حال با همون کار بدگی عادت میکنم. ولی این شکل هست. انا به همون خاطر ملت و مردم باید در مسئله عادت و اون چیزی که عادت دارن این عادت هایی که داشتگیمون باید ما و شما تغییر بدیم. در تغییر دادن عادتمون یعنی که ما و شما میتونیم که پیروزی کامل به دست بیاریم. برق همیشگی میشوه تو در روسیه و در کجای کار میکنی مشکلی برایت نمیشوه هیچ وقت انویدیا قفای تو کوفتن نمیره ملیسای تاجیک برایت در آسیا هم که شرطنامه داره میگردن هیچ مشکلی نداره با تو یگون کار نداره یا اینکه بچه تر ابله و بهار و تیرامو نمیقپه نمیبره در مسجد عبادت کردن یگون مشکلی وجود نداره امامای حقگو در مسجد میبرن گپ میزنن تو اینکه مردم از حقیقت بفهمونن. فرزند تو در مکتبو بتونه که دینشا با آموزه بفهمه فرزند تر از دیدسد با آموزشی یعنی که عقیده و دینش آموده میکنه تا اینکه یعنی که اگر یگان دولت با تاجیکستان هجوم کنه و جنگ کنه شما فکر میکنید که رحمانوف یگان ایدئولوژی داره که این ملت رحمانوف باور که زن یعنی حمایتش نمیکنه. ایران برای چی حمایت دارن؟ برای مردم در مدت 48 سال ایدئولوژی آموخت. رحمانوف چی ایدئولوژی آموخت؟ اوچتا فلان کنم فلانی زن یا دودگه ایدئولوژی رحمانوف همین ایدئولوژی آیا با این ایدئولوژی حمایت میکنن مردم؟ نه. پس بفهمید که رحمانوف ایدئولوژی نداره. یعنی شوروی ایدئولوژی داشت ایدئولوژی به خدایی. رحمانوف نمیتونه بگه خدا نیست نمیتونه بگه خدا هست. ما مسلمانم میگه نکی کارش کارای غیر مسلمانه. با همون خاطر رحمانوف ایدئولوژی نداره. وقتی رحمانوف ایدئولوژی نداره مردم در ایدئولوژی تربیت نکرده است. پیشوی ملت توشون با پیش یگون ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی عقیده اعتقاد. مردم رحمانوف با یک دولت دارای معتقد نساخته است. اگر تقریبا همین 10 سال فرق داره حکومت ترکستان و حکومت ایران. اگر رحمانوف ایدئولوژی درست میکرد که یعنی مردم به او ایدئولوژی با او یک جا میشدن دیگه مبارزه بردن ما با رحمانوف مشکل میشه چون ایدئولوژی داشت. ولی رحمانوف حکومت نیست که ایدئولوژی داشته باشه. رحمانوف یک حکومت به ایدئولوژیش فلانی باشه فلانی زن. این گپایی را گفتم یعنی اشکرا میگم تون که همه مقامدار همین طرح مثلا با یک مقامدار صحبت داشتم میگه همین مقامدارایی که همراه اوتر یعنی رستم اومدگن در خون رستم تشنن برای چی برای همش قطعی فلانی زن گپ میزنن فلانی زن جبیا یتیم فهم مثلا یا رمضان رحمزاده یا فلانی را همش چرا فلانی زن گپ میزنن خودشون فهمیده سه اگه پس ببینه که اونو هم با مردم انامتره که رستم خودشون گپ میزنن انامتر گپ میزنن قطعی مردم. پس فکر داره ایدئولوژی یا حمایت از مردم وجود دارد و آیا این چیز امکان پذیر است؟ نه امکان پذیر نیست. پس ان شاء الله که دیگه هم ما و شما فهمیدیم که رحمانوف دولت دارای ایدئولوژی نساخته است و دولت رحمانوف دارای ایدئولوژی نیست و تغییراتی که ما و شما میخواهیم بکنیم این عادت ما با داشتن رحمانوف ترک کردن است. یعنی ما باید
راهی که همین عادت ترک عادتی که کردگیم همین عادت منو باید به هر شکلی که می شود باید ما ترک کنیم تا اینکه با نداشتن رحمانوفه برای خودمون یعنی فکر کنیم تا بتونیم یک دولتی بهترینی که ما را در داخل و خارج یگان کس پرسلیدوت نکند. خوب این قسمت آغازین برنامه بود. البته ما در آغاز برنامه باید میگفتیم ولی خوب دیگر خواستیم که موضوع را به هر طرف نبریم. در قضیه امروز یکی از روزهای خیلی عجیب است. ممکن است بپرسه که گفتی گپا چی روز است؟ امروز 19 ایول و روزی تولدی یعنی کی است؟ عزیزمو گازت خونک یعنی که امروز زادروز دارد و البته باید که هر یک قدم ما و شما یعنی که خوب در این قضیه یعنی که آگاه باشیم و بفهمیم. امروز 19 ایولی سالی 2026 یعنی که تولد عزیزمو اسدالله و یا عزیزمو رحمانوف میتونیم خوب دیگه از رحمانوف عزیزمو است، عزیزمو گازت خونک. خوب امروز 71 ساله شد. اگر با یعنی که تولد 55 صبحش کنیم ولی با یک روایت دیگر تولدش 54 هم گفته گیم که 72 ساله می شود ولی در بسیار جا 55 اومده است. 55 یعنی همون چی است 71 ساله شد و میتونیم که بگیم که در 71 سالگیش یعنی به چی مصیبت ها این ملت با دختراش و با داماداش گرفتار کردن. پس واقعا از این منبر به عزیزموی گازت خونک خطاب کردنی هستم که واقعا نسبت به دخترهایی که تو داری، نسبت به خودت اخلاقهایی که داری و نسبت به دخترهایی که تربیت کرده یعنی همت نگاد نیه، یعنی که کار شما تنها به ضرر این ملت بود از هم خودت هم 7 دخترت از فیروزت سرکردگی. خوب دیگه بچهش میدونه که اسماعیل چی جنایت انجام میتید، شوهرش زویره میدونه که چی جنایت انجام میتید. البته تکیه به همون یعنی که کی کرده است، تکیه به همون فیروزه کرده است، همون زویر، همون اسماعیل. درست عزیزمو؟ درست. یعنی که بعد از اون نگاه میکنیم ببینیم آزاده، یعنی آزاده چی کارو انجام داد، آزاده چی مصیبت ها بالای این ملت کرد، آزاده یعنی که به شهباز قطعی چقدر پلی مردم غارت کردن، آزاده یعنی که قطعی جمالدین کارهای را انجام داد، راهی دوشنبه چناق یعنی که راهی ساختگیش میلیاردها پلی این ملت جمع کرد، دزدید غارت کرد، یعنی که قطعی از قطعی جمالدین نورعلیف. خب دیگر شاهد دختری تاییم. بعد از اون پروینه را دیدی که چیکار کرد با فارماسیفتی که کمپانیش یعنی که فارماسیفتی شرکتی که دارد، یعنی اینو همش و داماد اشرف گلوف میدونید که یعنی که چی مصیبت و چی پرابلم ها انجام داده است. خوب دیگر آزاده و جمالدین گفتیم، یعنی بعد از او شمسلا و چنون داره اشرف گلوف کی اشرف گلوف قطعی پروینه یعنی که چی کار رو انجام داد و با شرکت های یعنی که تیبیشون با شرکت های داروشون یعنی که چی کار رو انجام داده است و چی مصیبت ها رو بالای این ملت با تبلت که فروشی و با یعنی که مواد مخدر فروشی به چی وضعیت های ملت آوردن گرفتار کردن. خوب بعد از اون یعنی که دیدی رخشانت یعنی که زنی شمسلا صاحب رئیسی فراز اینقدر ملت و بدبختترین وضعیت آورد گرفتار کرد. خودش سفیر تاجیکستان در بریتانیا کبیر یعنی که چی کارها را انجام داده ایستن. شمسلا صاحب با زنش شمسلا در تاجیکستان با شرکت فرازش یعنی که دختر در انگلیا با یعنی که جمع کردن پلهای افشاری فراهم کردن به قطعه های نامعلوم
و دزدیدن و غارت کردن مردم. آیا که تخمینه کلیاپاترا را کو دیگه خودت میدونی که تخمینت چیکار رو انجام داده. شکلات نیسا و کلان نام داره، ظریف بیگ، دولت بیگ، حتی را قدرت، یعنی که شریف بیگ، دولت بیگ چیکار کرده است، حتی گوشت تاجیکستان مونوپولیا کرده است. 70% گوشتی وارداتی که تاجیکستان خارج می‌داره دستی شریف بیگ، دستی قدرت. ایرا خوب میدونی. ما که دیگه خدایی که اصلا معلوم است. بعد از اون میدونیم که یعنی که زرینه خوب دیگر کانای داشتگی و این کانی کمر کانی مثلا ایش اوش نظر ایلاقه ای دیگه ای طرف رفتگی اوس سیم کارت و یعنی که در اختیاری زرینه هست. کلنی بیک صبور زنی رمز بیک صبور را دیده که برای اینکه خدای تای چقدر ظلم و ستم ها میکرد مردم ها و چقدر خانوای به معنی نه انداز پرید نه هیچی. خوب دیگر یعنی ایش چیزایی هستن که خودت خوب میدونی عزیز ما. و اخیرونت یعنی که فرزانه کوزا پشتت خیلی که دیگه دیده است که چی گپه چی خبره. یعنی آیا این گپایی که من گفته استم یگون جوش یگون یعنی که دروغن یا معنا ندارن یا که من یگون تهمت دارم؟ نه یگون تهمت ندارم. والله یگون مقصدم نه تهمت نه تهمت کردن و در فکر تهمت کردنم. پس فهمیده است عزیز ما که یعنی 7 صندوقی تولد کردگی مدینت یعنی که قیر نارینه این ملت دادگیه. 7 دختر داری یا کی گفته گپا نمیدونم چند 700,000 دختر حقش گرفتگی، هم حق مرداش گرفته است هم حق زناش نگرفتگی. 7 میلیارد دوجی که زن و مرد حقاش نگرفتن. 7 دختری کردگی ته. خب معلومه دروغ گفته است نه دروغ نگفته است. همین ته هست همین ته هست. پس ای خدا شرم که 72 اگر 54 باشه تولد واقعا 72 اگر 51 باشه 71 سالش دی. پس تو باید دیگه از ایستاده اوسنود نزدیکه تر نه پلوت نه حسن شکمبای دودارد نه سوموی یعنی که رحمانوف نه قدرتی رستم نه قدرتی سامونی سبزی با دست هیچی فایده نمیده در درونی قوتره انسانگری. با خدا قسم از همین 7 دختر رحمانوف از خود عزیز ما کرده همین زن رستم یعنی با ایمانتر یعنی که با بسیاری از کار انجام میدادگی تر میگن. آدمایی که یعنی که آگاهی اویله هستن همیتا میگن. مثلا اینا آزاده لوبیگان کار کردن نمیتونه، لوبو گپ میگوش نمیتونه کرده، عزیز ما نمیتونه اگون کار کرده، احمد ابراهیم سر ندادن نمیدونم نخواه که گفته گپا همو عزیز ما گفت اپای عزیز ما گفته گپا همو احمد ابراهیم است یک کار نکنه که سرش بتین. ای با اگر از همون را برای زنی رستم اگر اگون خوش میکنه ولی فاطمه کار کابود برو ماده بود. انا من کیف میکنم در زن رستم یعنی میتونه گپ زده لوبوی گپی که میرسونن در زن رستم با شکل یعنی که مردانه رنگ царица نسته کار بود میکنه. حتی رنگ گوجوشی عزیز مو اوزودت هم رنگ گوجوشای تخمینت هم رنگ کلیاپاترای گوجوشی خرجوشی اوزودت هم رخشونت هم پروینت هم ای دستی شما یکون خوک نمیویا همون یک تا زن رستم های لوبوی گپا که میفهمن با همون میرسه ببینی کار حاله. برای چی؟ برای که رنگی واقعا بونوه یعنی یک بونوی تو گوجوش بودی یک گوجوش وقتی همین قدخته میبرو یک با همون خاطر خیلی میفهمیم عزیز ما گوجوش یکی وقتی تو خیلی هر چی باشه نباشه وقتی پیر و لیدی باید یکون گپا که کم کم ببرویه یکون کسا حمایت کرده بتونی وقت ظلمش میکنه تو حتی کدوم مرده که به تو نزدیکی کردگی کشتگیشن حتی کدوم آدمی که 9 متر گرفتگی زندانش کردگی اینه تا سرخری تعزیز ما نه احمد نظر صالح فباره تکشتن گفتن که چیزی اگه تو گفتی که بود الان یه دندون موندگی نیست اما رحمان فا نمیفورش ایتک بکو صالح فا یک جو یکی گفتی که پا همین کدومی که با همین تنومش میرسه یگون خیلی نبود میشه کدومی حتی استغاثه میکنه نعوذ بالله طلب کمک میکنه ایت به شکل دفع میشه نبود میشه کشته میشه یا زندان میشه یا پرابلمش میشه. به همون خاطر تو زیبی پیر و لیدی بودن نداری نه که زن رستم خودش نداره نه که زنش یعنی میتونه که اگر پیر و لیدی باشه گفتی گپا معلومه که اگون کارواکوی انجام نه آزاده نمیتونه مثلا یگان شکایت به آزادش دیگه حتی خودش
کار کردگی نیست که همون آزاد شود. کدام زنه که پیش در اومدگی میگه الله لعنتش کنه او قبیوی حتی هم کورساش همونی که دوگانای آزاده بودن بعضی کاراش پیل ویلیش میدونستن همونو با شکل نابود شدگی مردگی. کدام به این اویله شما نزدیکی کنه اگر او ممبرای نابود میشه یا از بین میره. یعنی این گپ یگان تهمت نیست که یک گپی معینه. و همون خاطر که 71 72 ساله شدی یکم ترک برای سفر اوسن تام فکر که یعنی که اوس رفتنی اوس با این رستم و با این یعنی که عمل کرد تو فکر که عزیز ما ممبر امروز بگه 7 تا دختر داری همش فحشان. یعنی گپ دروغ نفتیست نمینی ترک خدا 7 تا دختر داده است همین 7 تا دختر یگان تشتری یعنی دخترایی نیستن که به حق تو آینده دعا کنن. تعمیر فکر که ابو عزیز مو یعنی تا عقیدت 7 تا یعنی که کی مونده میدونی دو بچه مونده یا تاش سوزی بده است یا تاش گرچ یا تا سومون یا تا رستم یعنی همین تو اویلا اورود تشکیل کردگی خاطر رحمانوف تو بعد مردنت یگان کف دعا یگان فرزند صالح نداره که در حق تو دعا کنه. خیلی ایرا من رحمانوف شناس مخمه میدونم که مثلا چی گپه. با همون خاطر در این قضیه باید دقت بتی. حاضرم وقت داری دروازه توبه ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر. الله توبه بنده را قبول میکنه در حالتی که جان به حلقومش نرسیده است. ولی که جان به حلقوم نرسیده است یا اینکه حتی تطلع الشمس من مغربها الله دعای بنده را قبول میکنه تا وقتی که آفتاب از طرف مشرق نبروه. مغرب از مغرب نبروه و روز از مشرق میبره در مغرب میشینه. وقتی روز قیامت شد از مغرب میبره در مشرق میشینه. حتی تطلع الشمس من مغربها حتی آفتاب از مغرب نبروه. و همون خاطر تو حالا هم وقت داری عزیز ما وقتی که یعنی که مردی بعد دیگه ترا این دو بچه کردگی نامعلوم دیگه نمیگم دیگه بشه بعد خرد نکنه. خداوند ترا دولت داد است ولست داد است ولی الله فرزند صالحت نداده است. من همین فیروزه زنی زویر اوچه اسماعیل پینگوین یک کم ترک میگفتم یعنی که اوچه باور که یک گپاش شنیدم که به خدا بوی تخمینه بود در پیش دست اوگرکش نمیشد است. و همون خاطر دیگه ای اویلا یگان نمود خیلی یعنی که امیدی نیک خوب کردن ممکن نیست. و همون خاطر تو یگان نسل خوب و طیبه ای خودت باقی نمونده عزیز ما. در این یگان شک و شبهه نکن نمیکنیم ما 71 ساله شدی یعنی که هیچ بهبودی و خیری برای این ملت ایت نرسیده است. یگان وقت گپ یگان زنه که حل نکرده مشکلات یگان زنای جامعه را حل نکرده یعنی آزادات یگان بار حل نکرده است. پروینت حل نکرده است. رخشانات یگان بار حل نکرده است. زرینه و کوزه پشت او گفتی گپا کلیاپاترا و یاد کو افشی خیلی معلومه نمید غلام حبشی باشد رگی سخت دیگه در یگان چیز در کار نیست. تیخ اویله او را تربیه کردگی و همون خاطر وضعیت بشد تربای انمو زنایی که خداوند برای اونا پول نداده است ولی فرزندای صالحشون داده است الحمدلله بعد از مرگشون در حق اونا دعا میکنن. حتی فقط در حقت لعنت میبره و این 7 زندگی پدر نعلتی یعنی مادر به خطایی که تولد کرده اینا هم جز از لعنت گفتن با تو یگون گپ خوب البته روان نمیکنن. او رحمان که معلومه الله لعنتش کنه جای او سقر یا هاویه خدا زده به ایمون شکم کردن بالون گزیره که تو کم ترک یعنی که تا باید بفهمی حتی هم احمد ابراهیم یک کار که آزاد شود نام تا گرفت اپای عزیز مو گازت میخونه گفته یعنی که حتی یک کارش نکه که همون آزاد شود. بختیار نظر فی کل معلومه که گناهگار برومد دست برومد خواهی باید آزاد کنی آخی بختیار نظر کیره احمد ابراهیم ایتی یگون نه دعوف نومی تو میبرویا نه یگون خیر خوبی ایتا هست آخی تو یکی نمیدونیم. ولی اگر درجنین فاطمه میشید گفتی گپا چند قرار پیش درجنینش بود گفتی گپا خیلی کارای میکنه تو حتی تو جایی را یکی تو هیچ کار نمیکنی آخی ای بای با خدا قسم تو پیر و علیدی یا اینکه یعنی که زن رستم میزه بازی اما پیر و علیدی بدن با هم زن رستم برای چی؟ برای که بعضی کارو را میفهمیم که کرده است هم قبیلی این ویدیو که گبه ایستوده است گپ شد گفته است گذرانده است یکی گپیتره یکون سک نمیگیره آخی با فکرم چویتری نمیدونم تو یکی نمیدونم برای چی تو ایتا گفتی گپات نخدت آدمی یعنی که
айти ягон манфиати миллат мебинад, не ай духтарот, не ай набирот. хуб, бинандаи азизу гиромӣ, то ин ҷо оғози барномаи мо ҳам ба поён расид. Албатта имрӯзам ден раждени кӣ буд? Ден раждени азизмои газетхонак. Ака гуфти ҳамун гапҳо азизмои газетхонака ден раждениш муҳим дигар ба ҳамин шакл, яъне кормон идома меёбад. хуб, дигар ҳамин аст. бале, бинандаи азизу гиромӣ, то ин ҷо қисмати оғозини барномамон ба поён расид ва баъзе аз номаҳои гуногуне аз минтақаҳои гуногун дар кишвар ба мо мерасанд дар вазъиятҳо ва ҳолатҳои гуногун. албатта барномаи номаҳо аз ноҳияҳо дигар иншоаллоҳ ки нашр шудааст. ина дидед ки то барномаи 257 265 365 аст. 365 ҳам алҳамдулиллоҳ ки дар монтаж омода шудааст. ина 57 58 59 60 61 62 63 64 65, яъне ҳоло бояд 9 та дига тамошо кунед ки баъд ба чизе ки бачаҳо монтаж кардаастанд бирасем. баъд аз он дига ҳамин хел то 379 ман 380 қариб омода кардагием барои нашр. бачаҳоам аксошонро рост кардан. 379 барномаи номаҳо аз ноҳияҳо алҳамдулиллоҳ ки омода шуд. яъне ки аз Нуробод аст, аз Душанбе, аз Кӯлоб нома дорем. 379 378 аз Вахш, Бохтар ва Ваҳдату Душанбе нома дорем. нома аз Вахш дорем, нома аз Бохтар дорем, нома аз Ваҳдат. ба фирм Ваҳдат мо ҳамун яъне ки ромит аст. ба фирм не и Вахшай. хоб Вахш дорем ва аз Қурғонтепа аз Бохтар дорем ва аз ромит дорем. бале, 378. иншоаллоҳ ки хай муҳим ки дигар барномаҳо рафтаистанд. худохоҳ фақат дар нашри барномаҳо кӯтоҳӣ накунед. медонам ютуб дар Русия мушкил аст, вале нашри барномаҳоро бештар бикунед, то ин ки мардум бештар бибинад ва иншоаллоҳ ки дигар бачаҳоам дар кор карданашон саҳми худшонро бештар бигзоранд. хуб, дигар дар қазияҳои умумие ки ҳаст, албатта дар масъалаи ҷангҳое ки рафта истоданд, ҷангҳо танишҳои тоза гирифтаистанд ва бояд бидонед ки Русия дар вазминтарин ҳолат ва вазъият қарор дорад ва имкон дорад то ниҳояти сол ба бадтарин рӯзгор Русия гирифтор шавад. аз дар кидати яъне ки Қазоқистон гирифтор шудагӣ аст. яъне Русия вазъияташ воқеан бад аст. яъне ина ягон яъне ки фикр накунед ки ба кадом шакл раҳаш бад аст. бале, Русия хеле вазъияташ бад аст ва бозам гирифтани салдатгириро сар кардан. яъне ки аблаве ки анҷом додана, чӣ мегӯянд, аблава мегӯям, ҳамун яъне ки аскаргириро дар Русия шурӯъ кардан дубора ва дидаистед ки ҳар рӯз дар расонаҳо яъне ки ин масъаларо яъне ки қабул кардан. мобилизатсияро дар Русия шурӯъ карданд ва яъне воқеан ҳам хеле вазъияти бад дар Русия. мобилизатсия яъне ки мардумро гирифтор кардагианд ва ҳаррӯза аз Украина маълумотҳои аҷибе мерасад ки дар Русия дидаистед ки дигар тавассути паҳподҳо чӣ гуна Москваро мавриди ҳуҷум қарор додаистанд. то 300 400 500 дрона дар як рӯз равон мекунанд. яъне воқеан ҳам ин ба мушкилоти бузург гирифтор шудани баъзе аз ҳолатҳо ва вазъиятҳое ки Русия яъне ки дар худаш қарор доду ва худша ба ҳамин вазъият овард, гирифтор кард. яъне ки вазъияти Русия рӯз ба рӯз бад ва бад шудааст. пас бояд ҳар як кадомон хуб бифаҳмем ки вазъияти Русия рӯз ба рӯз бадтару бадтару бадтар шудааст. пас мо дигар роҳе ҷуз аз яъне ки наҷоти худмон дигар роҳи дигаре дар ин ҷо вуҷуд надорад
اما باید در قضیه‌های داخلی خودمون بیشتر فکرمون انجام بدیم. البته دیگر یعنی که کشورهای همسایه روسیه دیده هستیم که حتی مشکلاتی که با روسیه با خطای داشت، مشکلات در بعضی حالتها با روسیه هم از طرف خطای به وجود آمده است و این حالتها دیگر یک حالتی خیلی بغرنج هست. پس مردم باید وضعیت را از امروز برای فردای خودشون فکر کنه و شما را وقتی که ما را در قرقیزستان مشکلات کردن میگم که در شاتم پل 11-12 میلیون دلار، یعنی که با شرطنامه 11 میلیون دلار همه امنو را نگاه کردم، گفتم خداوند وقتی میخواد که ترک کمی را بره ترکشو کردم برآمدم دیگه. یک کسی که در جای من میشید میگه کی اونایی که یعنی که 20 میلیون دلار پرتویا ببره بگریزه بره، برای چی؟ به خاطر وقتی که میبینی که وضعیت بزیبه پس دیگه باید جان تا بگیری خلاص کنی بخیزی ببروی. همین است یعنی که وضعیت. همون خاطر شما برای 100,000 روبل رسیختون نکشه. این خبرتون کرده ایسم. یعنی وضعیت به همین شکل یعنی که گرفتار شدگی هستن. تنها و تنها فهم سیاسی میتواند که چی باشد. درست. و روزی 23 24 باز هم تجدید جنگ ها از این وضعیت امروزه کردن بیشتر می شود و مسئله جنگ ایران در خاورمیانه، جنگ ایران و اسرائیل هم به شکل ادامه دارد و زدن کشورهای عربی از طرف ایران و از طرف امریکا و متحدانش زدن ایران، یعنی این چیزها هم جنگ‌هایی هستند که در این روزها و در این ساعتها در دنیا ادامه دارد و اروپا هم فعلا دیگر یعنی که اگر نتونن حمایت کرده همین جنگ میتونن که به یک شکل یعنی که به وضعیتی بدتر گرفتار میکنن رو اروپا هم. به همون خاطر یعنی که واقعا هم فعلا هیچ جا نمیتونیم بگیم که آرامی و تنجی است، ولی خب ما دعا میکنیم که خداوند همه جنگ ها با پایان برسد و دیگر یعنی که آدم کشتن و این جنگ ها دیگر ادامه پیدا نکند. این یک پدیده خیلی بد از جنگ و خوب دیگر میدونه که جنگ ویرانی دارد، جنگ آدم کشی دارد، جنگ یعنی که چقدر آدم ها کشته میشوند، خانه ها و آبادی ها و خراب و ویران میشوند. به همون خاطر یعنی که کاری خوبه نیست جنگ و هیچ وقت نمیتونیم بگیم که یک چیزی خوب است، ولی خب دیگر این جنگ های تحمیلی هستند که بالای بعضی از کشورها و مردمان تحمیل کرده میشوند. به همون خاطر فهمیشی شما ملت تاجیک باید در این قضیه ها دقیق تر باشد تا مبادای گرفتار مشکلات هایی که در انتظار اون مشکلات نبودید مبادای یعنی که گرفتار چنین یعنی مشکلات های شد. به همون خاطر باید دقت جدی بودید تا یعنی که در این بنبست هایی که این روزها بعضی از کشورها قرار دارند یا اینکه شما در اون کشور قرار دارید مثل روسیه، مثل بعضی از کشورها دیگر خدای نخواسته اگر مشکل بالای یعنی که شما صورت نگیرد. پس یگانه راهی که ما و شما داریم چی است؟ این حفظ خودمان با هر راه و با هر شکلی که هست باید بتانیم خودمان از مصیبت هایی که بالامون در نظر است که بیایند انشاءالله که به شکل آگاه باشیم از اون وضعیت ها و حالت هایی که باید به سرمون بیاید. خوب این بود یک آگاهی کوتاه برای برادران و خواهرانی که از وضعیت و حالت ها تا جای ناآگاه هستند. در قضیه برادران و خواهرانی که کمک میکنن خب همون 25 نفر اگر تغییرات در این عددهای گروه ها نشده است 25 نفر و همون یعنی که 19 نفر. یک برادرم وعده کردگی است که اگر یعنی که برسد ممکن 20 نفر شوند. این بچه‌های 150 نفر ولی بچه‌های همون 50,000 همون 25 نفر است همون و این تا با امروز 25 نفر 250 یورو یعنی که 19 نفر. اگر که 20 نفر شد خب میگیم که 20 نفر شد ولی فعلا 19 نفر یعنی که تا حالا هستیم. برادران در قضیه همراهی کردن و یعنی که کمک کردن خودتون به اصلاح سهم خودتون بگذارید. الحمدلله این ماه مشکلات از معاشمون تقریبا همون 800 یورو باقی مونده است تمام. میتونیم بگیم که خدا را شکر خیلی یعنی که خوب شد و همون 800 یورو باقی مونده است از یک کارمند اصلاح باقی مونده است دیگر تمام
یعنی که همه مشکلات معاشمون الحمدلله که خدا را شکر حل شد و همون یک تا 800 نفره در پیپل مونده است که ما باید اونا پرداخت کنیم. بعد دیگر هر چیزی که می شود باز از ماه آینده انشاءالله این ماه یعنی ایول با در ماه اوگوست میتیم مخی، چون ماه ایون را تمام کردیم در ماه ایول، اک ماه ایول با در ماه اوگوست میتیم. و همون خاطر تنها حالا از بچه ها همون 800 یورو هم مونده است، 800 تقریبا 80,000 روبل از یک نفر کارگرمون مونده است که از او 2000 و چند بود، فقط تنها حالا 1800 سومش مونده است. همین 800 سوم دیگه هم بتیم انشاءالله که دیگر هیچ مشکلی در بچه ها. ولی الحمدلله کار رفته است. از بچه هایی که بتونید منتج کرده کمک ما را کرده، یعنی که یک تماس بگیرید تا بعضی از کارها را انجام بدید. لااقل مثلا بعضی برادرها اگر 2 برادر دیگه باشن که در منتج ما را کمک کنن، میتونیم که با هر روزه هم رفتن بگیرن. یعنی این 20 تا برنامه‌ای که دیر کردگی مثلا از 60 تا 80 هم اگر حساب کنیم 20 برنامه تقریبا می شود. یعنی که حالا از این 56 57 تقریبا 30 برنامه یعنی که لازم است برای منتج، ولی 30 برنامه را منتج نکنیم. یعنی تا 65 منتج شدگی است، از 65 به این طرفش یعنی که بچه‌هایی که میتونن کار منتج انجام داده، مثلا اگر در 2 روز هم یک برنامه را انجام بدید یا که در 3 روز هم خیلی یعنی که خوب است. ولی کاری که بکنه که کارش خوب باشه انشاءالله میتونیم که کمک کنن. اگر کمک کنن انشاءالله که خوب است برای ماندن نوارها. بچه‌هایی که ما میتونیم که با اونها اعتماد داشته باشیم انشاءالله تماس خودتان بگیرید تا اینکه در منتج برنامه. یک برادر الحمدلله در منتج های یا اینکه شورتس کوتاه برنامه پیدا کردیم، الحمدلله کار خوبی انجام داده هستند. خدا خواه امیدوارم که این برادرم کارشان ادامه میتین تا اینکه در یوتیوب هم گذاشته شوند، در یعنی که برنامه در تلگرام یا در فیسبوک، در همه جا یعنی که در فیسبوک اینو گذاشته می شود. همون کوتاه کرده شده های برنامه هایی که من در منبر مهاجر صحبت میکنیم. خب دیگر همین خیلی انشاءالله. بله بیننده از گرامی، میدونیم در روسیه یوتیوب با بدترین وضعیت بسته شده است. چرا؟ چون خب دیگر معلوم است دیگه یا آدم هم قبض زننش بعد ولی هم فکر داره که با یوتیوب شه کوی مونه تو اینکه همه کارهای بدگی را یعنی که آشکار کنه که چقدر زده سنم چقدر پرابلم دارم گفته دیگه هم نیست. به همون خاطر ما میفهمیم پوتین هم بیشتر در وضعیت خیلی بد قرار داره که یعنی حالتش خیلی بد است. خب در گذاشتن لایکاتون در نظرسنجی که هست نظرسنجی در اشتراک کنید، نظرهاتون در نظرسنجی یعنی که بگید در اپراسی که موندگی هستند آیا ملت باید با این وضعیت عادت کند، نه باید تغییرات شود. 94% و باقی مانده بله دیگر راه نیست، یعنی 6% مردم گفته باید عادت کنیم، ولی 94% گفته نه عادت نکنیم، باید تغییرات بشود. خب 132 نفر لایکاتون رو بگذارید در اصلاح مدیا برادرای گرامی. علاقل یعنی که از همین 300 نفر باید کم نباشد، یعنی که در پادپیسات کردن به شبکه اصلاح اگر در همینجا یعنی که چند صد نفره که قرار دارید پادپیسات سکنید تا اینکه بریم بالا دیگه، تا اینکه هر چی قدری که ما بالا رفتن میگیریم همون قدر یعنی که به فایده خودمون هست، به فایده ما و شما، فایده مبارزه. یعنی 6700 نفر فعلا در اصلاح مدیا یعنی که آبونه شدگی هستن. باید که آبونه شدن هر روز باید آبونه شیم. الحمدلله از همون آغاز سرکردگیمون 2000 نفر یعنی پادپیسات کردگی است. یعنی این دولت بر الحمدلله بهبودی کار است که 2000 نفر یعنی که در شبکه یعنی اصلاح مدیا پادپیسات کردن در کانال اصلاح مدیا اصلاح لایف اصلاح لایف. الحمدلله هم خیلی یعنی که بشتاش توجه یعنی که خوب است، خدا را شکر. یعنی که همون عدد بیننده تا 100 نفر در وقت برنامه و بعد از اون هم خیلی، ولی فعلا در روسیه یوتیوب کاملا مسدود است، یعنی به هیچ شکل خطی نمیتونن تماشا کردن مگر اینکه با وی پی ان های مخصوص برنامه را تماشا میکنن. خوب امیدوارم دیگه انشاءالله همه اون چیزی که بود گفتیم و امیدوارم در
آبونه شدن به شبکه اصلاح برادران و خواهران کوتاهی نمیکنن و خدا قسم اصلاحی که هست میدیا در 48 ساعت 150,000 بود اصلاحی یعنی که پیشینه خودمون و این تا 300,000 یعنی که در 48 ساعت پرسموتر داره تا 300,000 همین گرچنده که برنامه را یعنی که اونجوری که بودگی ریلسوی میده و همینا تا 300,000 یعنی که عددی باور کنید عددی کم نیست که یعنی که تماشابین دارد 270,000 آدم یعنی که در 48 ساعت اصلاح میدیا یعنی این یعنی خیلی پاکیزه خوب است الحمدلله پس زحمت کشیدن در کار زحمت ما ان شاء الله که نتیجه خواهد داد خوب 1 ساعت و 20 دقیقه وقتی زیادی خیلی در ما هم هوا گرم است داخلش صحبت کنید تا اینکه برنامه‌مون هم به شکل ان شاء الله تموم کنیم از پشت کارهای مهمتر شیم که ان شاء الله در داخل شد تا اینکه صحبت کنیم هر کسی که ان شاء الله میخواد صحبت کردن داخل شد برادران گرامی تو کزومی که هستید یعنی میخوان صحبت کردن بعضیا عید درمدن اسدالله نوروزی هم می نویسن کوشش اینه که وارد نشود در برنامه ولی خوب دیگر پس وارد شد تا اینکه یگان کسی نداریم بله واقعا هم در جای ما بسیار از اندازه زیاد گرم کرده است دیگر طاقت زیاد شیشتن هم در یک جا هم وجود ندارد الله آسان کنه واقعا خیلی هوا نکی گرم است و از ممکن است یک مسئله دیگر هم براتون بگم روزی چهارشنبه انشالله برنامه مون میکنیم و بعد چهارشنبه تا یک شنبه دیگر یعنی یک هفته دیگر برنامه نداریم یعنی از چهارشنبه تا یک شنبه را یعنی چهارشنبه برنامه مون میکنیم برنامه 422 را میکنیم و بعد از اون دیگر یک شنبه نمیکنیم چهارشنبه نمیکنیم بعد با یک شنبه دیگه انشاءالله که برنامه داریم چون بعضی ملاقات داریم روزی سه شنبه چهارشنبه ملاقات داریم ولی باید شنبه در سفر باشیم چون برای هم خاطر نه یک شنبه میتونیم برنامه کرده دیگه نه چهارشنبه مهم به همین شکل است اینم باید یعنی که از حالا بفهمید در تلگرام اصلاح آبونه شید اگر مدیراتور تلگرام اصلاح هم بگذارید تا اینکه در تلگرام اصلاح آبونه شوند و هر چیزی که در اصلاح میگذرد توسط تلگرامش انشاءالله که آگاه تر گردید ما دیدید که همه چیزی که در اصلاح میگذرد چی مقاله ها چی نوارها همون ها را یعنی که در تلگرام اصلاح میگذاریم اما بخاطر در تلگرام اصلاح وارد شد آبونه شد و اینچنین برای سیمیکا نیوز برادران و خواهرانی که معلومات دارید برای سیمیکا نیوز نویسید تا در برنامه که 31 سیمیکا نیوز این ماه یعنی که انشاءالله که جوش بتیم تا خدا خواه جا بگیره بله خوب 7 پلوس 70 سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بله برادر محمد اقبال السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت و الله رحمت الله و برکاته برادر محمد اقبال این سمیه رحمان و میگویی که زنکوش نگاد نیست یارا برادر محمد اقبال فقط زنکوش نه زنکوش و خودت گفتی یا مردکوش هم نگاد نیست برادر محمد اقبال
100% یا هم مردکاشون نگاه دیگه خود سوتا هم بچه‌هاشون هم زنکاش. بله اولی میگوی که برادر محمد اقبال نوست برای نوست گفتی والله قسم لیشنا برادر محمد اقبال خدمه یکش نوست بتیان سمیه رحمان فدایا پرا بگه که نوست همه پرتوی سمیه رحمان فا میگون سمیه رحمان فا پرتوی والله قسم یکش نوست برادر محمد اقبال ایمی رحمانو بیهای برادر محمد اقبال دامی رمضان دامی کیفی نوست برادر محمد اقبال والله قسم 8 گاوی 100,000 داشتم 50,000ش دادم ایمی کیفی نوست برادر محمد اقبال برو چیا که او ترکه کیفی نوست رحمان فزدگی برادر محمد اقبال این کیفی نوست برای چاپلوسا میگون که والله قسم ای چاپلوسا دای پیش رحمانو فایکو دای پیش رحمانو نشما قدر داره نستاتیا 307 والله قسم خیلی برادر محمد اقبال یا آدم 10 کس میزنی کو سرش هم میگریزه امی رحمانو فا اولش پروردگار باید ما هم تکنیم ایسنی کلوب ایسنی دنغره ایسنی قورغان ایسنی پامیر ایسنی دشنبی غرم والله قسم گروه خیزن به دشنبی بیوی کو رحمان فا نمیوی برادر محمد اقبال ای تکو برادر محمد اقبال ای اوکی پدر خونی توجیکاکو میمکه برادر محمد اقبال ای فقط اولش پروردگار پسر توجیک از دوره ای برادر محمد اقبال باز برات ترمار بکاو برادر محمد اقبال بغض ای توجیک یگان میلاد نیست بغض ای توجیک یگان میلاد نیست ای رحمانو هم خنو مرد برادر محمد اقبال بله ای رحمان عزیز ما را تبریک نمیکنی والله قسم ای شوشم بیزارم ای خدشم برادر محمد اقبال تبریک شما که تسته به خدا قسم کیرپیشی جا تو شوه برادر والله قسم ای رحمان و فابیکی برادر محمد اقبال توغری کور کنی ایره هاید مینم برادر محمد اقبال ای دخترای رحمان و فامیگوی که حالی همترین یا برادر محمد اقبال همه دیپلوم دارن یو ای سیمیا بله ایره تا برادر محمد اقبال گروه نخیزیم اهر یا نوحیه والله قسم دیگر رحمان فا نمیوی بله زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال سلامت باشه برادران احساس که برنامه به برادران مبارز نامدار و بنام نمیشه و هر یک آدمی که در فکر وطنه هم مبارزه یگان کس نامدار و بنام نیست در نزد الله همه برابره در نزد الله یعنی که هر یک انسانی که سعی کوشش میکنه و لیس للانسان الا ما سعی نیست برای انسان در هر یک کاری که خودش سعی تلاش و کوشش میکنه. بعضی برادرها در مورد برادر شوکت میپرسن هم قدر میگم یگان گپی مشکل نیست انشالله و این مسئله ها اگر برادر شوکت نو فایل کردگی باشن مورا 3500 بار دعوت کردگیم 3500 تا نامه ای تاجیکستان برای دپارتاسیون من اومدگی من یک تاش اگر یعنی که اشکار کردگی بودم دیاتون باشه چند سال پیش که طلب استرداد ما کرده بودم این طریق همین چیز یک پاورات یا نامه میویه بعد دیگه همین طریق کردن که گفتن که دیگه فایده نداره ایران نگی ایران نامه‌ای که ترکستان میاد دیگه برای این فایده نداره برای که این کارش معینه اما خاطر اگر نو یا نامه اومدگی باشه برای بعضی برادرها برای ما را 3000 زیاد نامه اومدگی هر یک برنامه یا نامه میویه که امیر قپی رو یکنه که بسیار گپای بزرگ بوده از برای پیشوای ملت اما سودیا فراد میکنه میگه چون طریق کرد برای چی برای که پیشوای ملت هر گپ گفته میگه پیشوای ملت اگر او جنایت وقتی گفتش که دزدی که جنایت نکه نه جنایت نیست خلاص میگه بره اما خاطر این گفته گپا آدمی که مبارزه میبره این طریق کارو برای آدمای مبارز برادرای مبارز باید یگان چیزی وزنی نباشه یگان گپ خبر نمیشه و هم یک قضیه
یعنی برادرایی که پناهندگی سیاسی دارن برای اونها هیچ خطری وجود نداره، ولی برادرایی که سند پناهندگی ندارن برای اونها مشکل است، میتونن که یعنی که مشکل براشون بسازن. ولی اونایی که برادر شوکت چون پناهندگی دارد هیچ مشکلی برای اون نمیشود و اصلا جای نگرانی هم نیست. گفتیم اگه من که میدونم خپم برای چی، برای یگان مشکل نداره وجود، یگان مشکل نیست. یعنی اینطوری دعوت ها هر روز میکنن، فراد میکنن بعد شام بعد کار گویا که فراد میکنن تا ساعت 10 شب ختم میشتن دست شب زمستون. نه چی گپای چی برای چی تری میکنن چو خدمت چو بعد میگم نه تری گپ گفتیم ما برای همین خیا خلاص با نگاه میکنی هفته پس با دعوتت میکنن چی گپای برای چی، برای هم تری برای چی رحمان فهم تری گفتیم دزد غلطگرای دیکتاتورای 30 و چند ساله در قدرت ها برای همین خیا خلاص بره. ما دعوت کردیم پرسیدیمش یگان گپی چی نیست، اینجا تو آزادی بیان وجود دارد، هر کس حق دارد که از پادشاهش از پرزیدنتش انتخاب کنه. انتخاب کس از پرزیدنت به خاطر دیکتاتور بودنش یگان مشکلی وجود ندارد. یعنی بعضی برادرها و وضعیت فکر میکنن که یعنی که گویا که مقصد حالتی وضعی تمام بزیبه، نه، حالتی که برادرایی که ندارن حجت پناهندگی انا برای اونا امکان داره همونم یعنی که مشکل زا باشد. ولی بعضی آدمایی که نامه روان میکنن برای اونها دولت اروپایی نمیفهمن که همه آدم تصدیق نمیکنن مخالف بودنشه. بعد از اینکه اونو نامه روان میکنن بعد در اینجا قبول میشه و پناهندگی بود، بعد میگن که حتما این را که حجت دتیه برای چی، برای که تصدیق شد که واقعا یعنی که مخالف رژیم بوده است و این خط برای آدمای نامه یعنی که پناهندگی نداشتگی فایده دارن. چرا؟ چون که میگه این آدم واقعا مخالف بوده است پس برای را پناهندگی بده. یعنی رمضان رحیمزاده همترین نامه روان کردن بگی این به بچه‌ها فایده داره ضرر نداره. همونایی که پناهندگی ندارن و همونا را روان که تسترک میتینشون یعنی که بهتر و خوبتر ای براشون. همون خاطر برادرایی که پناهندگی دارن هیچ خطری برای اونها را وجود نداره جز از یک صحبت کردن و باز معلومات بیشتر برای مقامات کشورهای اروپا را در ظلم و ستم رحمان بیشتر میتینن. هر نامه‌ای که از وزارت داخله روان می شود، از من از پروکراتور علاهیده می نامه، از امنیت علاهیده، از پروکراتور گنرالی علاهیده، از وزارت خارجه ضمیماً نامه ها با یعنی که روان برای چی، برای اینکه همه آدم بازید رحمان صحبت میکنه و برعکس این فایده داره ضرر نداره. و اما خاطر هر چی میتونی نامه بیشتر روان کنی این خوبتره. یعنی کدام پیش رفتن رمضان رحیمزاده میخواد که یاردم کنه با مخالفا همترین نماتون رو بیشتر روان کنه. یتیم روی که همترین نامه بنویس و هر چیز یا احمق نیستن، اما زندگی ما زیر نظارتشون است. میبینن که چیکار کرده هستیم چیکار میکنیم، میبینن بعد بیشتر دیکتاتور بودنتون بیشتر ظالم بودنتون یعنی آشکار میشه. با اون خاطر یعنی که اینطوری گپ نیست که فکر کنه که شما ما نامه روان میکنیم درو تگون گپ میشه. این نامه شما در سگ در کار نیستن. اما یک دعوت مونده گفته بودم که اول سیلکا را تیار کرده بودم همشه، بعد به زبان فرانسوی ترجمه کرده بودم. بعد وقتی رفتن گرفتم ریس کادر آوردم گفتم اینمی سیلکا اینم طریقه گفته که امضای امام علی رحمان به یک کشور اروپایی ممورندوم امنیتی امضا کرده است. سفر رحمان به یک کشور که تماما دوجا یعنی که آدمای به عقل کشور نمیروند، در همون کشور این ممورندوم امضای یک کشور افریقایی ترکستان اومده است و همون ممورندوم امنیتی امضا کردن. همینا همش به خاطر بازداشت کردن قطعا روان کردن. بیشتر ما یعنی که مقامات کشورهای اروپایی که در فکر تاجیکستان هستند با این نامه‌های شما معلومات بیشتر براشون داده می شود و دیگر بیشتر میشناسن تاجیکستان. و همون خاطر هر چقدر که وزارت داخله پروکراتور گنرالی یعنی که نامه روان کنه همین قدر خوبتر است برای بچه‌های مخالفه که در اروپا هستند. یعنی که هیچ مشکلی براشون ایجاد نمی شود، برعکس اونایی که قبولی ندارن براشون قبولی داده می شود تا یعنی که قضیهشون بیشتر آشکارتر می شود که اینا واقعا مخالف بودن. نامشان میگیرم ولی کارش تموم می شود. یا برادر دو تامترین نامه اومد در 6 سال قبولش نکرده بودن یعنی که نمچیشه پناهندگیشه
بعد نامه دیگه اومدگی در حال ادوکات همون نامه را گرفت، یعنی که قبولش داده. برای چی؟ به خاطر اینکه با اول بعضی وقت باور نمیکنن که یعنی که مخالف هستن اینها. بعد وقتی که نامه رسما از تاجیکستان میآید، این تصدیق گپ گفته های خودش میشود. انا به همون خاطر یعنی که رستم جان رمضان رحیم‌زاده را مجبور کرد تا اینکه بیشتر نامه روان کنه، یعنی ایتا خوبتر ای که شما نامه روان نمیکنه اینا را یعنی که با مشکلاتی ممکن است که پناهندگیشون قبول نکنن، ولی وقتی شما نامه روان میکنه دیگه 100% یعنی که پناهندگیشون قبول میشود. برای چی؟ برای که میفهمن که دیگه اینا چی هستن، واقعا مخالف هستن. به همون خاطر نامه هاتون رو بیشتر هر چی که میتونید نامه بیشتر روان کنید و این یعنی که به منفعت برادران مبارز است ان شاء الله. به همون خاطر بعضی برادرها میگن برای برادر شوکت شما گپ نمیزنید، ما برای برادر شوکت چی گپ زنیم؟ هستی که ما خودمون در این مسئله خوب میدونیم که چی گپ است. یعنی ما میدونیم که در این قضیه یعنی که برادرایی که مبارز هستن نامه‌ای که برای اونها میآید 287 نامه یعنی که رسما 286 287 مش ای خبر دیگه نمیدونم من چی بگم، برای من اومدگی بود دیگه. این نامه هایی که هم پدریت میآید با پروکراتورای در یعنی که کشور ایتاری دیگه لو زدگی است. به همون خاطر این قضیه را شما فکر نکنید که با ضرری برادرای مبارز میشه. ولی اگر یگان جنایت داشته باشه، جنایت های دیگری غیر سیاسی، او قضیه کاملا از این مسئله بیرون است. همون خاطر در این مسئله یگان نمود خیلی چشم چپنه یگان برادر مبارز باید نپره، یگان گپ نمیتونه باشه. مسئله را یعنی که باید که هر یک کدامات خوب بفهمید و خوب بدونید، هیچ مشکلی وجود ندارد. هر چی میتونی با قچه نامه نوشتن بگی. حبیب الله وحیدزاده دزدو دادون موندگی بچه چی نام داره او یعنی که همون کمالدین شریف زاده پروکرور ناحیه عبدالرحمن جامی بچه شامدین شریفوف که عایشه یعنی که کریم ورا قاتلش یعنی که شوهرش است، او را پول میگیره $100,000 میگیره، میگه که لوبوی کس لوبوی کار میکنه بکنه. رحمانوف یا یعنی کلخوزنیک بود، او را امکی موندگی برای بچی برای بچه شامدین شریف و شامدین شریف دو در شامدین شریف بود معاون وزیر یعنی که معاون کمیته دولتی امنیتی ملی. شما قضیه اینا را بینی اگر حبیب الله وحیدزاده و خزوره پروکرور ناحیه بگیرش تا آدم رمان که او آدم یعنی که بتونه جنایتکار قپیده بعد چیش مونده این رئیسای سیست که قطعی یعنی که همدستی برای دادن نامه های دروغ یعنی که با همکاری میکنن با پروکراتور تا اینکه فضیله و سعادت یعنی که دختر عمکی همین کمالدین شریفوف اینا را شما دیلا بازی چون روی کنه سعادت همین سعادتی که فضیله ورا شما زندان کرده گرفته رو سرش داده با پورا با همین قبضش رئیسی سیاسه چی بود؟ یعنی این مسئله معلومه که سود اکسپرتیزی که میکنن با اوگار با این کارو اینا را شما دیلاش نبینید. دیلای شوکت چی میبینی و زحمت میکشی، زحمت برای این آدمای قاتلا بکنی. قاتل یعنی که میرزان آباد فا پیدا کنی، سنایپری که زدگی در بالونش انا او را بکوی. شامدین شریفوف نه مسئله را تحقیق کنه باید، یعنی نه اینکه در قضیه دیگر دخالت کنن یعنی که ببینن. ان شاء الله که برنامه یک تا پس یک دیگر نششدن میگیرن. خدا خواه کارمون ما انجام داده هستیم و الحمدلله که با اون چیزی که میتونیم انجام داده کارمون انجام میدیم. برای یعنی که سودی قبادیان پیشینش محمد رجب زاده بود که بود یعنی که برای اون یعنی که معلومات های خیلی جالب رسیدگی است. البته سودی سابق است در مسئله یعنی که همین رئیسی سودی قبادیان رئیسی سود سید جعفر محمد رسول یعنی محمد رسول زاده سید جعفر محمد رسول برای این معلومات جالب رسیدگی برای ما. یک چیزایش رسیدگی که رحمانوف همین مهم اپریل ای کار گرفتش 23 اپریل 2026 زیر فرمان 1164
ولی ما این را از سال 2022 نشر کردگی بودیم که شکایت قبادیانی ها از اندازه بالا و خسر بچه پیشوا و سودی تجاوزگرشون یعنی که همین محمد رسول زاده سید جعفر محمد رسول عربی و فقط مکتب باید ما غرمی فلان کنم بگردم و بسیاری از چیزاش برای ما رسیدگیان تا الله شاهد است زنای لیچو دخترای لیچویی یک چیزای رسیدگی برای ما تو بس گفتن برای سود عالی کشورم رسیدگی بعضی از همکرسی آزاده یعنی که بعضی از معلومات ها رسیدگی اما این چیزا برای ما الحمدلله با شکل های گوناگون رسیده ایستن از عمل هاشون کی میفرستد مهم نیست برای ما مهم که با فقط دلیل با چیزایی که هستن یعنی که یتیم فهم کار کیس است خوب باید کار کنه دیگه پیش از رفتنش هستم ای وظیفه بگیرش در و رنگی یعنی ما نظر صالحов بی ضرر گردونده می شود برای پیش بی ضرر گردوندنش باید بعضی از کارها را انجام بدهید لااقل ما مردکیم بگه که همیرا بعضی چیزایش که آینده اگر دارد می خواهد که باشد دست ما امانت نگه داریم وقتی گفتیم که ما چیزی که از شما در دست ما برسد بگه که تا وقتی که من فلان کار نشد نشرش نمیکنیم و قریب 50 نامه زیاد هم تری داریم که تا وقتی با من یگان مشکل نشد نشرش نکنه ما با عهد ایمانی برادری که داریم هیچ وقت ما عهد را پایمال نمیکنیم وقتی که ما وعده دادیم که ما همون نامه‌ای که به ما میرسد نامه سری هست و اگر در حالتی با ما مشکل شدن بعد اون نشر کنید در همون حالت ما بعد نشرش میکنیم تو حالت نه در مسئله یعنی که بهرام رئیس ملیسه 5 معلومات سلام بهرام سلام یعنی معلومات خیلی از زیاد رسیده ای تجاوزاش دخوجند الله شاهد است معلومات خیلی زیاد برای ما رسیده و خدا قسم شمس الزاده بهرام این قدری که تو پلید آدمی تو حتما فراموش نکن که تو همون تجاوزایی که به زنای مردم کردگی زنای مردم را تجاوز کردگی زنها تا اولی این مردم نگاه کش کرد میکنند تو دست درازی با ناموس زنهای شوهردار کردگی والله قسم حانیسی دروغ نگفته ایسم شمس الزاده بهرام خوب دقت بکن تو تجاوزهای با ناموس زنهای شوهردار کردگی تو به کیفر اعمالت میرسی مرگ بر رستم که همتری آدم را رئیس ملیسه اونا و رمضان رحیم زاده امی بهرام شمس الزاده بهرام که تجاوزگر با ناموس رمضان رحیم زاده اگر مردک باشید یک دقیقه باید این شمس الزاده بهرام رئیسی یعنی که چی نمونی رئیس ملیسه 5 نمونی بگی اینو تجاوز با ناموس زنهای شوهردار کردگی او زنها میترسن که شکایت کنن تو اینکه وضعیتشون رو بزیر میکنی یکی دمو هستن این نامه ها حتما نشر میشوند و میبینی شما رئیس ملیسه هاتون چه رئیس ملیسه 5 چیکارو کردگی چیکارو کرده است همش با ما هست رئیس ملیسه کانی بادام همش از اسفره همه با ما برای ما رسیده است ولی شمس الزاده بهرام با فکت های عین دین یعنی که جنایت های تجاوز با ناموس زنهای شوهردار کردگی است یعنی که سیاوش امنیتی یعنی که نورآباد بچه‌ها معلومات بیشتر روان کردن بگیره نه ترس هیچ گپ نیست این صغیره تولدش 96 ای بلجیون او قدر یگان چیزی نیست که شما تلخ کفش نه ترس مردک شه بنویسید هر چیزی که از یعنی که سیاوش امنیتی نورآباد براشون میرسد میبینید کاری که انجام میتید با مفتاز که یعنی که تلفن چون ندارید تو مفتاز خیلی تلفن ندارم مخی یا تلفن بگی با محمد اقبال معلومات روان که پول روی میکنه گویا که اگه با فخر کاست که دیدی رئیس ما یتیموف اصلاح عرض کرد مرد یعنی که گفتن رئیس همه درونیم اس یتیم فی مخوفه یتیم فی مخوف یگان کار کردن نمیتونه 34000 بات یعنی که برای شکستن اصلاح نت همین هفته اخیر روی کردگن از دوشنبه تا این روز یک شنبه 34000 بات الحمدلله بچه‌ها همون دقیقاش قطعی چیزای محافظتی که موندگیم همونا حفاظت میکنن اولش که الله حافظ ولی بعد از اون با اسباب و سبب هایی که الله در اختیار ما قرار میتید ما در یعنی که به خاطر حفظ همون اصلاح کارهایی که انجام میتیم در حفظ امنیتی اصلاح کارون انجام داده هستیم هیچ مشکلی در ما وجود ندارد ولی این قدر پلک شما میتیه
یعنی که کارو یگان نمود خیل فایده نداره، زحمتی به فایده نکشی، قپل بسیار هم مصرف نکنی، قپل بسیار هم مصرف نکنی و مصرف های کردگی شما یگان معنی هم نداره که شما مصرف کرده ایسی به خاطر زدن اصلاح رهش هم میوه بود. بعد حالا فعلا نمیخوام بگم بهترین کار شد در این مسئله اصلاح و خداوند به یک نتیجه کارهای بهتر و خوبتری را انشاءالله میرسونمون که و وجههای بهتر و خوبتر کارمون انجام میتیم. اگر خداوند همین ملاقاتایی که باید انجام بدیم انشاءالله که بشود، کارهای بهتر و خوبتری را که از اصلاح 1000 بار بهتر و در بخش‌های کلان بین المللی یعنی کارهای انجام داده هستیم که یعنی که خوب دیگر اون انشاءالله ملت به نزدیکی همت میفهمید و همت شاهدش میشه. پس این کارهای شما میکنید همش به ضررتون تمام میشد. وسطیت کاتی دعوت میکردیم نموندمون اصلاح برام، اصلاح هم کارش انجام داده است، یگان چیزش گم نشده است. همه کسی که چیکار کردگی از جنایتاش هستن، نواراش هستن، نواراش هم مونده رفتن میگیریم. همین نوار غرم لیدی فرام غرم در اجازه است دیده اخیرا برنامه‌اش لیدی فرام غرم بود، اینا موندیمش با مردم تماشاش میکنن. همین هر کدومش که مشنویدیم که اینم طریق کردم من بود با برنامه‌اش ایسر موندن میگیریم زیق نشه. ما همه چیزامون در دستمون هست، یعنی که کارمون انجام داده هستیم و کارمون انجام میتیم و هیچ مشکلی در عمل کردیمون نیست. میدونید که شما محمد اقبال خریده و فروخته نمیشوه. کدومی را که میگن در پیشش که محمد اقبال قطعی ما همکاری میکنه، بدونه که ما ایمانی فروشی نداریم، ما مردنیم و ما ایمانی فروشی نداریم و ما یعنی که به عرض مال و پول دنیا هیچ وقت خریده و فروخته نمیشیم. اگر ما خریده و فروخته میشدیم حالا میدونسته که چی گپ و چی خبر بود. ما الحمدلله که یگان کاری یعنی که به این شکل ها که میگن چی در نوراباد گپ میزنن که او قطعی کار میکنه و ما نامه آدمای نامه‌نویس میتیم، یگان آدم نامه نوشته است، یگان کسی قبیدگی نیستن، فقط آدمایی که همین ره نیزشت و یکی در یگان یوتیوب تماشا کرد یگان چیز نفهمیده است همون را قبیدگی، آدمای ناآگاه. آدم قطعی کار میکنه 100% او الحمدلله که و ننجی الذین آمنوا، الله سبحانه و تعالی نجات میتید اونانی که ایمان آوردن. یعنی که الله سبحانه و تعالی هیچ وقت افرادی که در راه او هستند خارشون نمیکند، ولی انمون تلخکف ترسو انمونا را وقتی که اونو نکزد میشوند یا که به شکل اون دیگه از همون یعنی که ترسیده بودی خداوند یعنی که ترا به همین شکل نکزتت کرد. پس تو از بفهم که تو خودت یعنی که همراهی نکردی و خودت کار نکردی و موجب عذاب الله شدی. ولی اونایی که کار دارن با ما الحمدلله بازم اصلاح یعنی که تلگرام و واتساپش پر از نامه ها و فعلا تا نامه 380 یعنی که آماده شده 379 پر تمام بود، 380 تقریبا یعنی که قضیه خیلی قضیه مهم هست. خوب در مسئله نورجهان اسماعیلوف معاون رئیس شهر دوشنبه در این مسئله اومده است. در دوشنبه مشکلات بیسویتی خب دیگر انشاءالله که حتما ما در نامه‌ای که اومدگی هستن حتما کار میکنیم و معاون رئیس شهر دوشنبه نورجهان اسماعیلوف برای نرسیدن برق قطع آب در دوشنبه سبب ساختمان‌های کلان دام‌های بسیار آشیانه، یعنی که معلوماتی که از امنیت رسید یا پروکراتور گنرالی که بعضیش تا 30 آشیانه بالا هم میشود. الکی در دوشنبه آب رو قاق میکنن، سویتا 4-5 ساعت میکشن، سویتا رو میکشن، بعد به مردم نمیتین، بعد به مردم میگن که برای نکفیدن ترانسفورماتور هاست، هم کانسنر میموند، ترانسفورماتور ها را زور میآید. خب ترانسفورماتور های با قوت بخرین مونن میگه سومی سویت کوی یعنی که 45-50 گرادوس گرم به کانسنر نمیشه و مردم بدود اومدگی انداز شنبه همه پرودوکت ها در خلادلنیکا و بی سویتی ویرون شده. هم بغل 2 کیلو گوشت میخره سویت نیست ویرون میشه بوم میگیره. ولی این روستم وظیفه را یعنی که فروخته است.
خون مردم دوشنبه را خورده است. یعنی که عیدس رستم در دوشنبه هیچی نآمده است. خب دیگر راست آخی. بله واقعا هم معلومات های جالب میرسد، هم از پروکراتور، هم از امنیت، هم از یعنی که شورای امنیت. الحمدلله بعضی از معلومات جالب از شورای امنیت هم یعنی که برای ما رسیده ایستادگی است. نامه برادرها از باختر هم رسید. خب نویسید هر معلوماتی که دارید، انشاءالله که ما در خدمتیم. بله راهی سفید، میکروفونتون رو گرم کنید که بزنید. خداحافظ. سو را در یکون جای دیگه بکن برادر. یه برنامه عبدالله. بله عبدالله. بله عبدالله. خب برادرایی که مشکل دارید در گپ زدن در چی با میتونه که با چی گپ زنید، با یعنی که واتساپ زنگ بزنید. رئیس جماعت سابق رامید میرزای و خرسان شده است که یعنی که گویا اصلاح удалит شده است. ما پل دادم удалит کردنشون. برنامه درباره رامید میشود 100% یگان مشکل نیست. 3 برنامه فعلا آماده، با بزا، با کاری کردگی، با چیزای گرفتگی، با همه چیزات، با دخترت، با دامادت، چی دزدی که چی غارت که در رامید همش کراچی یعنی که نشر میشود. خرسند میرزایی و اون چیزی که یعنی که دلاور صالحوف رئیس امروزه جماعت انجام داده است، حتما اینها هم نشر میشوند. این چیزها حتما هست. داماد تا در پست 9 کیلومتر در دوشنبه با 6 کیلو مواد گران قپیدن، اینا هم نشر میشوند. همه چیزی که تو داری نشر میشوند، یگان مشکل وجود نداره. در یعنی که رامید در مسئله در دیسکاتیک و در شفرنگ مثلا سقیفه و الماس در دههای تنگایی در بری بلنیسه در چکارو کرده است، همش الحمدلله که برای ما هر روز معلومات های دقیق جالب رسیده است از رامید. اینا هم یگان مشکل وجود ندارد، انشاءالله که همه اینها نشر میشه. کارای کردگی میرزایف خرسند یعنی که با اصلبک جیانش 2 میلیون روبل کارای کردگی در مورد خانه جیان تعلق زدن در روسیه و بلیزیوسکی یعنی رامینسکی رایون در مسکو داشتگی بوده. یا معلومات رسیدگی اصلبک جیانت 15 تا کاتج در اوجه داره، کاتج میکنه میفروشه. همه این معلومات ها برای ما از رامید و بچه احسن خوب الحمدلله که رسیده ایستن و انشاءالله در برنامه های معین حتما خداخواه یا نشر میشوند. فقط تازی ما اگر 2 تا منتج که دیگه باشه دیگه یعنی که کارهای ما فعلا از 2 منتج انجام داده استن، ولی واقعا هم نمیرسه چون یک خیل برنامه 2 روز منتج میشه، یک خیل برنامه 3 روز منتج میشه. اگر 2 تا منتج که دیگه ما بیاویم بعضی برادرایی که بتونن یعنی که همکاری کنن با اصلاح سهم خودشون رو بگذارن، همین حال و فعلا اگر چیزایی که رفته است از 250,000 روبل دیگر هر ماه به اصلاح اگر برسه، 2 منتج که دیگر کار شروع میکنن و بهترین وجه یعنی که هر روزه برنامه انشاءالله که نشر میشه. خدا خواه اگر به شرطی که یعنی که
دو بیزنسمن اگر یک جای شو بگه 125,000 من 125,000 من هر ماه یعنی که پرداخت کنن، اگر سه تا شوند با عجب خوبه، هیچ مشکلی برای شما نمی شود و یگان مشکل وجود ندارد. همین 250,000 روبل هر ماه اگر به شرطی که برسد با این برادرایی که معاشای 3 کس داده ایستند اینا همین شکل باشد و 250,000 دیگه باشد که همون معاششون رو بچه‌ها بگیرن کارشون ادامه بدن ان شاء الله که دیگر هیچ مشکلی وجود ندارد. هر روز یا برنامه جالب و جالب تماشا کردن بگیره دزدای غارتگرای رحمانov این کارو ما میکنیم هیچ کس نمیکنه. شما یعنی که به مانند اصلاح وره شبکه یا اینکه مخالفایی که واقعا هم خریده و فروخته نمیشوند پیدا کردن نمیتونید. ممکنه الله آینده بچه‌ای را ظهور بکنونه که از ما بهتر کار کنن، ولی فعلا غیر اصلاح دیگه افراد نیستن که کارهایی که ما انجام داده ایم به همین شکل یعنی که جنایت‌های رحمانov و مقامداراش و از تمام شهر و ناحیه‌ها در کشور کارهای انجام می‌شود معلومات برای شما پیشنهاد کنم، چون ما سابقه کاری و کارمون انجام داده ایم 9 ساله به همین شکل 10 ساله انجام کار کرده ایم. پس یعنی که کار نکنی که یعنی که ضعف دمو باشد، ضعف دمو یعنی که رحمانov دیگه هر کاری که بتونه انجام میتیه. پس آشکار گفتن ما یعنی که منفعت برای عائله شما در تاجیکستانه. پس کوشش کنید هر چیزی که میتونید همراهیتونه انجام بدید با اصلاح. همراه بدنی شما با اصلاح سبب چی است؟ سببی یعنی که ظلم و ستم رحمانov کم شدن میشود. چرا؟ چون که اونها میفهمند که اگر یا پروکرور نیست یا پروکرور خریده میشود، اصلاح خریده نمیشود، قانونی را خریده میشود، مال سر یا امنیت خریده میشود، تروریسم امنیت خریده میشود، اصلاح خریده نمیشود. پس مردک شدن در کره همین باور که دو سه توجیر اگر کوشش کنه هم قبل که برستان داده در ازبکستان قرار داره، در بلاروس، در امریکا، در اروپا، یعنی که همکاریتون رو با اصلاح ادامه بدید. هیچ کس نمیگه مبارزه بر وظیفه تو کار کردن زندگی تبر، ولی تو سهم خودت برای اصلاح بگذار تا اینکه ما کارمون انجام بدیم. انجام کاری ما به منفعت شما هست، یعنی که هیچ وقت خداوند اجر محسن یعنی که از بین نمیبره. اجر محسن که از بین نبرد پس این منفعت به شما هست ان شاء الله. بله سلام علیکم بفرمایید. نمیچسب پس صد فایز. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بله نه چسب یا با دیر دارم اچ خیلی امروز نه. امیدوارم خوبه، اما برادر خوبم استاد. این تغییرات چیت که الحمدلله کانال خدمه بران یا مرد جمع مرد سخن میکنه خیلی ای آواز اومده است استاد. بله این تغییرات چیت میگم الحمدلله ختم پیدا شد، کانال ختم بدن با نمو سینی سال ما کلان شد الحمدلله. ای تلفن ای اینترنت ای چیزا خبر یافتیم ما الحمدلله. با کانال خبر یافتیم در اومدیم همین مسلمان ای یهودی ای دیگه ایلونم زری طاغوت یا زری ایلونم شیخ عربستان زری فرمان امیرالمؤمنین ایلونم که این کارو را کنه، این ناحقی کنه، حقری کنه، بخشیدن یگان ممکن نمیشه. باید تاجیکستان دا باید همین استاد آواز آمده است. تو گپ زد اگر آوازات نیان من گپ میزنم خودت گپ تبزه ها آوازات هستن که من خپم. بله گپ زد نپرس دیگه گپ زد. چسبیده است بنده نه چسبیده است گپ زد. آواز آمده است. آوازات 100% گپ زد گپ زد. خب دیگه با تلفن زنگ بزن برادر بهتره، برای اینکه تو وقت زنگت میزنن حتما تو نمیتونی دیگه گپ زده، برای که زنگ جای او پروگرام را میگیره. وقتی که زنگت زدن تو دیگه گپ زدن نمیتونی، تو زنگت زده هستن. خب بله به همون خاطر امیدوارم که انشاءالله همراه بدن فراموش نکنیم. ما کارمون با هر شکلی که هست انجام میتیم و الحمدلله برادرانی که از امریکا هستن الله برکتشون بده، برادرانی که از ولایت سوخت هستن خداوند برکتشون بده. بعضی از کارهای را انجام داده هستن که خدا خواه به منفعتی مبارزه حتما میشه. برادرایی که از حصار هستن، برادرای از یوون هستن، یعنی که برادرای کلوبی غایب زدگیان، بعضی برادرای دوشنبه غایب زدگیان، برادرایی که یعنی کارشون انجام میدادن اگر همه
به شکل خودش کارش انجام بتیه انشاءالله که منفعت برای مبارزه حتما هست و یعنی که یگان کسی در مقابل ما کاری انجام داده نمیتوند و انشاءالله ما تا آن روزی که امکان عمل کرد داریم کارهامون انجام میتیم انشاءالله کارها به شکل خوب روان دارند و دو منتجنیکی دیگر میتونه که یک برادر بگه که ما منتجنیک در اختیار شما میتیم من کامپیوترش میخرم جاش خوب میکنم معاش خودم میتیم یعنی که تو یگان کار فقط تو به توسط تلگرام برای او مواد روان که تو اون که او بگیره منتج کنه روانت کنه تو بگی مونش اینا یگان مشکل نداره تنها ترکورت الله میدونه تمام دیگه هیچ کس نمیدونه تو پول داری میخوای خدمت کنی ولی نمیدونی چی خیلی یا برادر منتج میگیری یا کامپیوترش میخری یا اختیارش میتی پیوستش میکنی با ما براش میگیم که نیره منتج کن منتج میکنه و ما روان میکنه ما میمونیمش خلاص دیگه او باید که فقط وظیفش همین کار باشه یا برادرایی که از چی بودن ولی اونا آماده کرده بودن همه ایسته میگفتن معاشش ما بودی که واقعا برای ما بعضی وقت میتونیم انجام داده کار ولی بعضی وقت نمیتونیم دیگه همین بچه‌ای که همیشگی در اصلاح هستن کارشون انجام داده هستن امروز ولی برادرایی که نمیتونن مثلا میتونن درست کرده داده ولی نمیتونن که معاش براشون بدن این بعضی وقت برای ما مشکل میشه ولی برادرایی که در منتج هنر خوب دارن ما که معاش قدر زیاد نداریم ولی میتونیم که مقصد تا همون شکلی که مثلا بچه‌ای که در اصلاح 6 سال شد کار دارن 5 سال شد کار دارن یعنی که اونها دیگر همه کار ما را خوب میفهمند ولی تو با اون شکل رسیدن همه منتجنیک نمیتونه کار کنه و بعضی منتجنیکا گپ میزنن میگن ما در دقیقه شنایقه یورو میتی یعنی قدر پول میتی اگه ما یگان دولت نیستیم که با یعنی که به این شکل خطی ما کار بفرمیم ولی همون یک معاش معینی که انشاءالله از تاجیکستان یعنی که هزارها بار بهتر اون معاش میتونیم داده یعنی که در یگان شک نیست ولی با اون شکلی که مثلا یه آدم یک بعضی تلکانال های هست که 10 ویدیو در یک ماه میکنه 5 ویدیو میکنه ما اوتری نیستیم که یعنی ما مهم یعنی که کار انجام داده بتونه و چیزی که ما میگیم همون کار انجام داده بتونه انشاءالله که برادرایی که میخواهند مثلا من در یک ماه 5 ویدیو با شما کار میکنم مثلا همین برای خدا انجام میتیم تا اینکه کار انجام بشه خلاص بهترین کار خاصتا حوزی لازم داریم نمتری برادرها که این 30 برنامه باید منتج شود 30 برنامه تقریبا زیاد از 30 برنامه باید منتج شود کار کرده سن بچه دو کس ولی هم قدر میتونن انجام داده اگر برادرانی که پیدا شوند بخواهن که همکاری کنن پس مرحمت نویسید تو یعنی که ما ثبت را برای شما روان میکنیم اوضاع را تازه میکنید بعد از اون شروع میکنید به منتج کردن خلاص دیگه امیدوارم که انشاءالله برادرانی که در این سمت میتونن کار انجام داده همراهی با اصلاح میکنن تا اینکه بتونیم کارهای بهتر و خوبتری را انشاءالله در آینده برای مبارزه انجام بدیم و انشاءالله که نتیجه کارهامون خدا خواهد خداوند هیچ وقت عمل محسنه یعنی که ضایع نمیکنه و اونها را به شکل از آن شکل و از آن کاری که انجام میتین اونها را یعنی که بیرون از وضعیت و حالت نمیکنه بله سلام علیکم و علیکم سلام میستریم قطعی استاد میچسبه اوضاع چخیله اوضاع خود نیومد یا اوضاع من را خلاص دیگه مون گپ را مونش دیگه تمام گپ تا بزنو گپ تا بگو تمام دیگه ویسنیم یا نشین مثلا تغییر دا استاد مثلا تغییر دا استاد من یا فکر داشتم همین اخکی را رئیس ایرپورت اسمت توپچلو را 5 میلیون اوشر استاد گرفتن شد 100 میلیون زن من خونده که 100 میلیون دادگی برومدگی پدرنیکوش چند میلیون دادگی برومدگی ای تو رحمان فعالیش نشوه ای یگون دل یگون کس آرام نبشه ای تا ای رحمانوف نخیزه نگه که این ملستهاش ریشتراکی را بس کنن تو ای رحمانوف نخیزه نگه که مادری را مردم رسیدن بس کنن این ملستهاش ای تو رحمانوف نخیزه خودش ایدوش نبرگانه را ای یگون کس دلش کنیم نمیشه ای که بخشنی قدر ای قدر عذاب ای قدر مسلمان کشی ای قدر کی میبخشه استغفر رحمانو فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره استغفر رحمانو سلام باشین
سلامت باشی برادر. خوب، بله، یعنی که همه اون چیزی که انجام میتین انشاءالله که اینها در نزد الله حتما یعنی که جزا میتیه الله سبحانه و تعالی اینها را، و هیچ کس بدون یعنی که مکافات عمل چی نمیشود، نمیماند. هر یعنی که انجام عمل خیر، انجام عمل شر، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره، یعنی که انجام عمل خیر و شر حتما پاداش دارد. بدون پاداش امکان نیست که یگان کس یعنی که در این دنیا ما هوا منصورا، هوا یک چیز بیهوده آفریده شدگی باشیم و یعنی که به همین شکل ما ادامه یعنی که پیدا کنه، نه، به این شکل نیست. حتما یعنی که هر یک انسان به کیفر اعمال خودش میرسد و بدون اینکه اون پاداش عمل کردش نگیرد نمیتوند که یعنی که همین خیلی عادی باشد. الله سبحانه و تعالی ما را به خاطر چی آفریده است معلوم هست. الله سبحانه و تعالی ما را برای چی در دنیا یعنی که خلقت و آفرینش ما برای چی است معین است. پس هر کاری که میکند ان شاء الله که ثبت است، محفوظ است و هر کس اجری یعنی که خوب کاری خوب باشه اگر پاداش عملش میگیرد، کاری بد کرده باشد پاداش عملش میگیرد. پس از مکافات عمل هیچ کس یعنی که دور نخواهد موند. به همون خاطر باید ما و شما یعنی که قضیه‌مون بیشتر و خوبتر ببینیم. ولی امروز یعنی که عزیز ما زادروز داره، فرزنداش دگردش کارش انجام داده است، ولی همسری استاد محمد علی حیید در انتظار شوهرش، همسری سید عمر حسینی در انتظار شوهرش، همسری یعنی رحمت الله رجب در انتظار شوهرش، دلری امام علی همسر و فرزنداش در انتظارشون، همسری احمد ابراهیم در انتظار شوهرش. ولی عزیز ما یعنی که با فرزنداش 71 سالگیش جشن میگیره، ولی نمیدونه که چقدر از این سنش تا اون سنش نزدیک موندگیه، ولی بازم فکر نمیکنه. 71 سال عمرت گذشت و یعنی که فکر نکه که تو عمری با طولانی تر میبینی. خب ما هم آرزو داریم که الله عمری طولانی بده تو اینکه عذاب و شکنجه و زندان شوی آزاده را یعنی که تخمینه را و دخترات و دامادات و بچه‌ات ببینی. عزیز ما همه وقت دعا میکنیم که الله او روزی بزرگ تو حتما ببینی. رحمان و فچخل زندان میکنه این ملت، رستم چخل زندان میکنه، آزاده را چخل زندان میکنن، رخشانه را چخل زندان میکنن، یعنی پروینه را چخل زندان میکنن، اشرف چخل زندان میشه و شمس الله دست چخل زندان میشه و همه اینا را تو باید ببینی به چشمت. یعنی که ما آرزو داریم ایرا. اسماعیل پینگوینگ چیکار میکنن این ملت، همه باید یعنی که انتظار همون روز بزرگن که تو یعنی که در همون روز باشی و ببینی که چی گپ میشه و با یعنی که اویله کبیر صغیر یعنی که ظالمیته. ولی اون آرزوی ما یک چیز است، انت ترید انا ارید الله یفعل ما یرید. تو میخواهی من میخواهم، ولی الله میکند اون چیزی را که خودش میخواه. و همون خاطر خواهش ما آرزو میکنیم، ولی الله تحقق کننده و عملی کننده هر عمل الله سبحانه و تعالی خودش است، نه اینکه ما یا اینکه نه اینکه اون نفر دیگر. پس خدا کنه که الله سبحانه و تعالی عزت و شرف برای ما نصیب و روزی بکنه و بتونیم به خاطر آینده این ملت کارهای را انجام بدیم. امیدوارم که برادرها در سهم گرفتن برای پیشرفت کارهای اصلاح ما یگان خواجه خارجی نداریم. ای کاش که یگان خواجه می داشتیم که دیگر کارمون فقط انجام میدادیم، تنها معلومات با این ملت صحبت میکردیم. ولی ان شاء الله که الاسلام کان غریبا سیعود کما کان، اسلام همین خیلی غریب بود و به همون حالت غریبیش دوباره پس میگرده. طوبی للغرباء، الله سبحانه و تعالی ما را در زمره غربا ثبت نام کرده باشد و برای ما اجر و پاداش نکوی الله نصیب و روزی گردانده باشد. خوب بیننده عزیز و گرامی، در گذاشتن لایکاتون امیدوارم کوتاهی نمیکنید و دیده استودیم که 51 لایک در اصلاح لایف یعنی که گذاشتش دیگه بگذارید لایکاتون تا یعنی که عدد بیننده بیشتر شود، پادکست به شبکه اصلاح لایف انجام بدید و اینچنین به شبکه اصلاح میدیای ما که الحمدلله تا به حال 100 زیر 150 نفر
یعنی که لایک های جانبداری خودشان گذاشتن و لایک های شما سببی یعنی که بیشتر شدن عدد بیننده و بیشتر آگاه شدن مردم و میتواند یک جوان یک کار انجام بده. دو جوان فعلا دو مشورت داده ایستند، باور کنید تنها و تنها مردانی شیرمرد لازم است که همراهی کنند با ما و طرحهای همین دو جوانی که پیشنهاد کرده ایستند عملیشون بسازیم. همه ملت نجات می‌یابد، هم تجارت تو خوب میشه و هم یعنی که در راه باطل نیستی، همه کار میشود. ولی خداوند ان شاء الله که نصیب و روزی کنه مردان به مانند حضرت عثمان رضی الله عنه را تا اینکه در مبارزه همراه شوند و بدانند که هر چقدر که من کار کردم به خاطر کی، به خاطر رحمانوف و به خاطر یک عائله منحوس پلید مادر به خطا رفته، ولی خوب بگذاره که باز کار خدمت به خاطر این ملت کنم. خب ولی بعضی برادرها فقط تنها در فکر خودشان هستند، ولی وقتی رسید اون مصیبت به سرشان انا بعد در گریه و در زاری میزنند که دیگر اون روز گریه و زاری کسی سود و فایده نخواهد داشت. تنها و تنها آنانی که میتونن کار انجام بدهند اونها افرادی یعنی که الله اونها را اختیار کرده است میتونن باشد. و همون خاطر هر یک کدوم چی کاری که برای مبارزه میتونید انجام داده با سری بلند مردانه باید انجام بدهید. شما در راه باطل نیستید، شما در راه ناحق نیستید، شما هدفی بد ندارید، شما مقصدی شوم ندارید. مقصد ما و شما تنها آزادی این ملت از دست دیکتاتوری، یعنی که 35 سال این ملت از در زیر ظلم و در زیر ستم قرار دادن این ملت قرار دارد. تنها و تنها وظیفه ما و شما انجام کار و عادت نکردن به ظلمی که بالامون می شود. اگر ما همین عادت شوم از خودمون دور کنیم، پس فراموش نکنید که حتما الله پیروزی را نصیب و روزی ما میگرداند و ما ان شاء الله که پیروز میشیم. متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. چون که اصحاب پیامبر از رسول اکرم میپرسیدند که کی است، یعنی که پیروزی، میگفت که چی؟ پیروزی در یعنی که قریب هست و ان شاء الله که پیروزی از جانب الله هست و حتما او یعنی که خواهد رسید. خوب بیننده عزیز و گرامی، دیگر از این بیشتر وقت قیمت شما را نمیگیریم خدا خواهد و برنامه‌های ما در روزهای مقرره ادامه دارد و روز چهارشنبه ان شاء الله که امیدواریم که برنامه 422 ما برگزار می‌گردد و باز در اونجا یگان موضوعهای مهمی که برای فهمیش و درک و روانی این ملت و مردم مبارز میتواند که مرهم باشد. ان شاء الله که ما برنامه‌مون تا به اون روز خدا خواهد میگذاریم تا بتونیم کارهای بیشتر و خوبتری را برای این ملت انجام بدیم. پس در گذاشتن لایکاتون، لایک‌های جانبداریتون فراموش نکنید تا اینکه بتونیم اکثر عدد ملت و مردم برنامه‌ها را ببینند. در نظرسنجی که گذاشته شده است در نظرسنجی اشتراک کنید تا یعنی که نظرهای خودتان در برنامه یعنی که آوازی خودتان بتید تا بتونیم بیشتر چیکار کنیم، یعنی عددی بیشتری مردم در نظرسنجی ها اشتراک کنند و مردم از آن آگاه تر گردند. خوب بیننده عزیز و گرامی، دیگر از این برنامه بیشتر طولانی تر نمیکنیم. برادرانی که امکانی کمک کردن در پیپل دارن از هر کشورهایی که هستن کمک خودتان انجام بدید تا اینکه ما هم بتونیم به همون یعنی که مرای اساسی خودمون یعنی که کارمون انجام بدیم. الله برکت بده. بعضی برادرانی که واقعا هم یعنی که یگان نمود خیلی نپرسیده وقتی که میگیم که ما همین خیلی مشکلات است در حال یعنی که دستی کمک خودشون روان میکنن. خداوند براشون نعمت بازم بیشتر بده، خداوند براشون فراخی رزق بده و الله براشون همه آن چیزی که در دنیا آرزو و تمنا دارن خداوند از مای مبارز که در این راه کفن پوشیده و در این راه مبارزه میبریم، خداوند برادرای همکار و دستگیری که در مبارزه همکاری و همراهی میکنن خداوند برای ایشان عزت، برای ایشان همه آن چیزی که از الله طلب دارن براشون نصیب و روزی بگردانند. خوب بیننده عزیز و گرامی، اینجا رسیدیم به نهایت برنامه و الله دعا میکنیم که خداوند تمام زندانی های بیگناه ما را از زندان ها نجات بدهد و الله این زادروزی عزیزموی گزیت خانه که امروز در حلقه فرزنداش در خرسندی نشسته است و خداوند این
حلقه‌ای که در این روز خرسندی با عزیز ما در خرسندی گذراندند و روزی خوشحالی داشتند که به 71 سالگی یا به 72 سالگی رسیدن عزیز ما را جشن گرفتند. ولی مادران زندانی که فرزنداشون در زندان هستند اونها خونابه و غم میخورند. خداوند جایگزین بکند که عزیز ما را در جای اونها قرار بدهد و اون مادرانی که در غم و اندوه هستند خداوند در جای عزیز ما قرارشون بدهد. البته نه در اون جای ظلم و ستم، ولی در اون جای خوشحالی که در محیط فرزنداشون نشینند و در محیط فرزنداشون به حالتهای خوب، یعنی زندگی خوب و خوش را بگذرانند. خوب، الله دعاهای خالص و صادق ما را که از اعماق قلب هامون برای این ملت و برای نجات از این ظلم و ستم دعا میکنیم، خداوند از ما و شما بپذیرد. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. یا الله ما تنها به تو توکل میکنیم و هیچ متکا و توکل کننده نداریم. خداوند همه آن عزت و شرفی که از این ملت یک توده اوباش از ما گرفته است آن را دوباره به این ملت صاحب تمدن بازگرداند. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.